بسم الله وقتی من از توهیر من گفتم که یگون کسی نمیبروری همه را خاموش میکنی مردک بری میستی چه خیلی که بودی تمام همه را خاموش کن شریکای مرم دیگر هم همینجا میستیم تو بمدوده کسی که بیدور است تو پاک بیگوه نماز خونده آمدن میگیریم کسی که بیاد میبود نبیاد تو من بیهوش غلطی تن اگر خواه ضبط کنیم برادر عزیزم دوامش میریم ما دوامش میریم این جهمی ها گپ زدن ندارد همین گپ ببینید از موضوع بیرون است 3 دقیقه وقت خودشیم 3 دقیقه وقت از موضوع بیرون میشم بعد از این میگم که شک به دلیل هست تو طالب علم میفهمن لهو میگم دلیل است دلیل کنی اخر بگو کدو کتاب است صفحه کتاب بگو اینا فقط به تسکیب قسم به الله هست سبحان الله قسم به الله هست مگر حجت است در بحث قسم به الله مگر حجت است سپورت دیدین استادت رو چقدر جاهل است سلام علی من اتبع الهدى من همون کسی که شما انتظارش هستید و سپورت یک چند وقت میشد که نام خودت رو اویس میگوید که یک طالب علم است که میخواد صحبت بکند من از یک چند اینجا دوستو و بعضی از جماعتی همین گروه هم خواهش کردم که از سبب اینکه در این گروه یک چند مراتب عدل نبود و بعضی تحقیرها و دشنامها در همینجا بی‌ادبی ها صورت گرفت خواستم به یک گروهی به عدلی که عدل دارد برویم و آرامانه صحبت بکنیم لیکن دیدم که این چیز نشد امیدوارم که عدل انشاءالله ذکر کرده می شود اکنون اولا میخوام که یک مقدمه اویس بکن و بگو که مقصد در کدام باره صحبت کردن میخوایی موضوعی که اختلافی که خودت داری چی است یعنی در جهل عذر میگویی یا که اثبات کردن میخواهی یا که عذری کدام مسئله به صحبت میخوای بکنی خب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مثال اصلا اهل سنت و الجماعت رویشون و منهجشون همینه که چهل حدیث پیامبر صلی الله علیه و در صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داوود با اسناد صحیح اومده که از صحابیو طرز سلامشون وقتی که با مسلمان‌ها در ظاهر مسلمانان می اومدن میگفتن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم میگفتن یا که دین نمود سیام نمودی سلام السلام علیکم و رحمت الله بود مثال این سلام علی سنت و الجماعت بود این تعلیم برای مردم عادی و عامی و برای همه انسان‌هایی که اهل سنت و الجماعت دور نرو اویس ما قطعی همراه تو 10 ساعت صحبت کردن نیستیم از موضوع بیرون نرو من تو را مسلمان نمیدونم چی میگویی برای همین من تو را مسلمان نمیدونم عذر المشرک میدونم صحابه ها مسلمان‌هایی که اسلامش ظاهر بود با او سلام میدادن من تو را ظاهرا کمی سخنت رو گوش کردم عذر المشرک میدونم و عذر المشرک در نزد من با مانند مثل خودت طالب المشرک است بفرمو به مسئله داخل شو با ساحل نرو با نقطه بگو من در نزد من عذر المشرک مشرک است بفرمو در کدام مسئله سوال میکنی با علم داخل شو دلیل بیمون تو دعوا کردی که من میخواهم صحبت بکنم با موضوع داخل شو قبول داری که 30 سکندی صحبت میکنیم 30 سکندی نمیشود اول پیش از 30 سکند صحبت کردن موضوع را بودم اختیار میکند موضوع را اختیار بکن در مسئله وضو بالجهل میخوای صحبت بکن ای گوش کن تو نمیدونی که اصلا من کی هستم تو نمیدونی که من تو را میدونم اویس من تو را خوب میدونم میدونم به من یک نفر از همین بچه‌هایی که مخلص خودت هستند همین سپورت گفتگی انسان به من گفته بود یک چند وقت پیش که همون طالب علم است میخواهد یا که تو خواهی او هم میخواهد همراه صحبت بکند در مسئله عذر بالجهل جهل عذر گفتنش باز اثبات میکند در پاکستان کمی خونده در یمن خونده حالا در یمن در کجای هست و بالاخره حاضر کمی گوش کردم در پایان که خودت گفتی که جهل عذر است سلیمان علوان اینا گفتگی است و طاغوتای لشکرش به سخن ولید السنانی را ذکر کردی حفظهم الله و بعد از این توکر گفتی قبول نداریم اینو اون بالاخره از این فهمو است که جهل عذر میگویی شیخ توبه و اینو شه بالاخره بیا به همین موضوع داخل شویم من از همین حجت که من تو را وزیری یک دسته شد گوش کن یک دسته شد من اینجا این موضوع است که اینجا همه شاهد باشه که من سری قول میقپم هر یک گپی که میگم میقپم مقصد که من در کجا گفتم که عذر در و خاموش ایستادم انا میچه برای من اثبات بکنین اینجا با حجت با اثبات میروه فلانی گو فلانی گوش بکن ما با من
تو همین روز انمی قدر از خودت گاب اومده است، تمام، دیگر هیچ چیزی در من نیست. اگر این خیلی نباشد بگو که این خیلی نیستم، بفرمو کدوم موضوع میخوای صحبت بکنی؟ اولین برای طالبین برای گفتگو نکردی، خیلی گپ بزن. وقتی که نمیدون یعنی که اكو خاموش بسته، یعنی که نمیدونی که من گفتگی هستم یا نیستم، از گفتی که خود چرا نمیدونم از موضوع نبره وی اوایس، چرا وقت بیهوده میگذرونی؟ من گفتم که به من صبر بکن، صبر میفهمی. تو مثل یک کوچگی ها گپ نزن، طالب علم هستی. بسم الله گپ بیهوده را به یک طرف پرتویم، تحریر و محل نزاع بکن، مسئله را شروع بکن، چرا این طرف اون طرف تو کردی؟ بسم الله پرتو این گپ رو. تمام همه شاهدی استادن الحمدلله خیلی موضوع بیان شد که من الحمدلله گفتگی نبودم با بقیه. چرا گفتگی نبودی؟ بار دیگر میگم که با من یک هفته هست. بسم الله بگذر. موضوع میگذریم. خب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خب موضوع من یگان موضوع معین، موضوع تئوری دیده باشم، در یگان موضوع و خواسته باشم خاطر یگان انسان معین صحبت کردنی باشم، این دروغ است، این بوفته است. من گفتم که هر موضوعی که دارم صحبت میکنم، هر کسی که اعتراض میکنه بیان بکنه. من گفتم طالب علم باشه، البته گفتم که طالب علم باشه و موضوع را شما انتخاب بکنین. هر موضوعی که میخواهین در موضوع عذر بالجهل اگر انتخاب کردنی باشین، میگم موضوع عذر بالجهل انتخاب کن. خب موضوع عذر بالجهل چیه؟ من تا بیان میکنم. خب در عقیده اهل سنت والجماعت اینه که در اصل اگر انسانی میگه که عذر بالجهل وجود داره و خاموش بشینه، عذر در جهل عذر هست بگه و خاموش بشینه، ما میگیم که انسان اشتباه کرده است، دروغ گفته است و چندین بار میگیم و انسانی پیدا بشه و بگه که عذر بالجهل وجود نداره، جهل عذر شدن نمیتونه، این انسان ما میگیم خطا کرده است، اشتباه کرده است. یعنی هر دو گروه هم اشتباه کرده است. موضوع تفصیلی است. موضوعی است که باید انسان کلا ایره شرح بده، بیان بکنه، تفصیل بکنه و بیان بکنه که چی را به نظر داره. و ما چندین بارها گفتگی هستیم که وقتی که اصلی مسئله را بیان کردیم و شاهد هم هستن برادرها و ثبتور هم شاید داشته باشن که گفته بودیم و عقیدمون بر نمیگردیم، ان شاء الله تا روز قیامت هم خیلی باقی میمونیم، الله سبحانه و تعالی ثابت قدممون بگردونه. همین مقصد مون که شرک اکبر در مثال ما خیلی که گفتیم قرآن، سنت، قول صحابی، سلف صالح، مثال دیگر تابعین، تبع تابعین، دیگر قول نقطه مثلا ما به چه اعتقادیم؟ ما به اعتقادیم که انسانی که شرک اکبر مثلا شرک اکبر میکنه، ما میگیم که انسان در دو حالت میشود که انسان باشه. انسانی است که به او علم رسیدگی ای و انسانی است که به او علم نرسیدگی ای. انسانی است که به او علم رسیدگی باشه الکی به همه معلومه، تو حتی مرجوع هم اتفاق میکنه و همه معلومه که قیام حجت شدگی، بلوغ الحجت شدگی، اما غلات مرجوعه در جا خلاف میکنن و میگن که نه بلایی باید با مشروبهشون بریم و دیگر کارو بکنیم. اما ما میگیم که انسانی که به او علم رسیدگی ای، با او علم رسیدگی با دقت گوش کنین، با او علم رسیدگی عذر نمیگیره انسان در شرک اکبر، تماما عذر نمیگیره و کفر اکبر عذر نمیگیره انسان. اما اگر که خفی باشه و دیگر مسئله، ما ظاهر را گفتیم در اصلی که اصل دینش اومدگی در ظاهر. خب اما انسانی هست که برای او علم رسیدگی نباشه، ولی بعضی انسان‌ها فکر میکنن که من بسیار صحبت دارم، نه برای ما وقت دادگی هم وقتی که مفتوح میگنی را، وقتی مفتوح در اول انسان بیان میکنه عقیدهش چیه و در اینه که انسانی که علم رسیدگیش نباشه تماما نمیدونه لا اله الا الله چیه، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نمیدونه چیه، این انسان مشرکه و این انسان تماما در دنیا برای ما وجود داده نمیشه که بگیم که ما او مؤمن مسلمان یا اما برای او رسیدگی نیست قرآن سنت، در همه اتفاق میکنه و کسی که ایرا مسلمان میگه خودش مشرکه، خودش کافره، چون که قاعده را خیلی که وردگه اهل سنت و جماعت من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صح مذهبهم. وایس یک لحظه، تو چرا طرف مقابل یگون برو اهمیت ندوستی؟ موضوع خیلی وسیع وقت دادی
چون که خیلی وقت دادی وقت دادم یک مختصرا یک وقت دادم که مختصرا صحبت بکنی. چرا من وقتی هم تو پگوی صحبت میکنی؟ تو من دهانی تیر نظرم صحبت میکنی. میکروفونی مرا محکم کردن، مجبور شدم من پایان فر اومدم، گشته بر اومدم، با نوعدلی شروع شد. لاقل این کامنتاری رو لاقل یک دقیقه واسه من با تو صحبت نمیکنم. توهیر لاقل کامنتاری یک شده بگذار که میکروفونی مرا محکم کرده توزیر. من مجبور شدم اومدم گشته بر اومدم. والله بالله تعالی محکم میکروفون یا فقط نکن توهیر. انمی نامردی شروع میشه، بعد انمی خیلی والله قسم میخورین او دلیل میکنین والله قسم میخورین. آخر ما شما باور نداریم مشرکین بخیر. گاب میگه اصلا من توهیر مشرک به باور ندارم. برای من گفتم به گروه ما رویم. حاضر قسم به الله کی میکروفون من محکم کرد. دو بار سه بار میکشم نمیشه. من فیر اومدم. مجبور گشته بر اومدم بود. کامنتر رو خواستم که نوشتم کامنتر محکم است. خیلی نامردی نمیشه. صحبت بس احمد بس خط بسم الله نوبت من است شروع. ای واس من گوش بکن. شرط نیست من شرط ای انسان بیا شروع نکن. ای انسان ای واس با تمام احترام من به تو 2 دقیقه و 20 ثانیه وقت دادم. چیزی گفتی خاموش شو. من چیزی خواهم 2 دقیقه 20 ثانیه میگم خاموش باش. فهمیدی؟ وقتی من است. گوش کن خیلی کوچاکی میشه احمد. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. اما بعد، اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. برادرای اهل توحید وقت نگاه بکنید. با وقت کار میکنیم، با وقت میریم ان شاء الله. امیدواریم که وایس ما خیلی پایبند میشود. از الله میطلبیم که حق به ما نشون بدهد و پایبند حق بکند. حالا کمی وایس به وقت دادیم گپ زد. عقیده اهل سنت این است که منهج ما این است که نه یک ذکر صفحه کتاب علما، نه یک ذکر صفحه کتاب سلف، نه یک سخن سلف از خودش گپ زده ایستاده است. ما پیش از این شروع شدن بحث همیشه بحث علمی به خودش یک قاعده علمی دارد. بحث علمی به خودش شروط علمی دارد. هر یک طالب علم میفهمد. یکمین شروط این است که اول موضوع باید انتخاب شود. موضوعی که ما صحبت میکنیم باید انتخاب بشود. بعد از اینکه موضوع رو انتخاب میکنی، در موضوع جای اتفاق است و جای اختلاف است. جای اختلاف، نقطه اختلاف باید فهمیده شود. موضوع ما عذر بالجهل است و در عذر بالجهل اتفاقات وجود دارد بین ما، بین مسلمان هایی که هستند و بین عذری هایی که هستند و جای اختلاف است. جای اختلاف در کجا است؟ ما میگوییم که عذر بالجهل در شرک و کفر اکبر، جهل در شرک و کفر اکبر عذر نیست. عذر شده نمیتواند. جهل در شرک و کفر اکبر ظاهر عذر شده نمیتواند. معنای سخن ما چی است؟ وقتی که گفتیم که کفر و شرک اکبر ظاهر، از این عبارت که کفر و شرک اکبر، کفر و شرک اصغر بیرون است. صحبت ما درباره شرک اصغر یا کفر اصغر نمیرود. بعد از این وقتی که گفتیم که کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر، از این میبارد که خفی بم گپ نمیرود. گپ ما درباره خفی نیست، ظاهر است. ما از این میبارد که سخنمان درباره واجبات نیست، یعنی درباره بعضی از صفات ها نیست، درباره اصل دین است. یعنی توحید اصل دین است، شکننده توحید کفر شرک اکبر ظاهر است. در ان همینجا جهل در مسئله اسم عذر نیست. یعنی یک کسی مشرک گفتم جهل عذر نیست، اما در مسئله عذاب در این دنیا، مسئله خونش حلال کردن یا قاضی برده حکم قتل کردن یا که جهنم به الله انداختنش، جهل در اینجا البته عذر است. الله هیچ یگان مشرکی را که در اسم مشرک است و جاهلانه مشرک شده است یک باره به جهنم نمیاندازد. در روز قیامت امتحان وجود دارد و یگان قاضی در این دنیا، یگان مسلمان حق ندارد که یک انسانی که از سبب جهل مرکب یا جهل عادی به شرک اکبر واقع شده است او رو خونش رو حلال بگوید یا که مالش رو حلال بگوید. یعنی حق ندارد که مالش و خونش رو بگوید. از این میبارد که ما در اینجا نقطه بحث ما اینجا درباره خون یک انسان نیست، درباره مال یک انسان نیست، درباره جهنم شدن رفتن یک انسان نیست. این مسئله از نقطه بیرون است. اینجا فقط یک نقطه وجود دارد. نقطه بحث ما یک نفری که شرک اکبر و کفر اکبر کرد، آیا در همین حالت اسلامش، ایمانش، توحیدش همراهش می ایستد یا که اسم شرک به همون داده می شود؟ اسم شرک دیم
اما خونش حلال نمیگیم تا نزد وی مسئله خونش مسئله مالش به نزد قاضی است. مسئله جهنم رفتنش این بعد از حجت در نزد الله است. البته بعد از حجت رسیدن ما یک کسی رو وفات کند در حالت شرک جهنمی میگیم. بالاخره این نقطه بحث است که هر کسی که در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر آمیخته شود، بمانند طواف در گرد قبور، بمانند عبادت به قبور، طلب دعا از اونها، اراده کفر و شرک و محبت و طاعت و غیره، یا دشنام الله و رسول یا که استهزاء و غیره، در این نمود کفر اکبر و شرک اکبرهایی که ظاهر است ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم که جهل، تعویل و تقلید عذر نیست، بلکه صاحب این مشرک است. اگر توبه نکرده بمیرد، این اگر در حقیقت جهلش جهل شرعی باشد، یعنی در حقیقت از سبب عیب خودش نباشد، روز قیامت الله امتحانش میکند. لیکن جهلش جهل شرعی نبود، یعنی این فرصت داشت، شرایط داشت، پول مال و مبلغ و از این از اینترنت و از کتاب و علما شرایط داشت، لیکن خودش این تقصیر کرد. وجود داشت، امکانیت داشت، لیکن از این امکانیت استفاده نبرد، تقصیر و کمبودیش از خودش است، این جهنم میرفت. این است موضوع ما. اگر کسی که به همین موضوع مخالفت کند، ما میگیم اگر انسان جاهل باشد، خاموش بس کی برام میگم یک دقیقه صحبت ما تمام میکنم، آخر به میرسد. گوش بکن. 5 دقیقه صحبت کردید. 5 دقیقه نگو در پایین آدم‌ها ایستادن. والله در پیش ما چیندم میگونای. الله شاهد در پیش ما چیندم میگونای. 5 دقیقه گوش بکن. تمام وقتی که 2 دقیقه 20 ثانیه شد خبر میدادی بهتر. گوش بکن. خاموش بس من گوش کن، تو منو گوش کن. 5 دقیقه صحبت کردی. برام خودیر من لوبوی برادر را گفتم که حال میگه قول نموردی. والله بالله تعالی. قسم بس کن، درس قسم بس کن، حجت بیار گپ بس کن، به مسئله داخل شو. تحریر محل نزاع نکرده به کوچه راه نگذار. من به تو تحریر محل نزاع کرده، نقطه موضوع رو گذاشتم، بسم الله دلیل بیار بکن. خاموش صداش خاموش کن، چون که مثلا 5 دقیقه صحبت کرد. اگر همین طاهر یک مرتبه صدای من خاموش کند، این بحث مشرکین است، ما اینجا نمیستیم. تمام برو بحث خاموش کن، برای که چرا میترسی؟ خاموش کن، من بگم دلیل شروع بکن، دلیل بیار، شروع بکن. از یک دقیقه گوش کنین. مقصد که من گفته سبدم که سبب هر یک شرط شروع داره. گفتم که وقتی شما را بین بحث بین دو جاهل میگذره، کوچه میکنم، بازار میکنم، بیا کی میخره 5 کیلو پمیدور، یک گپای بیهوده را بس کن، دلیل سر میکن، نقطه بحث مو سر کردیم. با همین بازار کوچه را چیکار میکنی؟ من مگر تو پگاه روزی قتی تو صحبت دارم، من فردا اگزامین دارم، یونیورسیته دارم، حد موضوع به داخل شب و خیر داخل شو. بسم الله 5 دقیقه وقتی نیتوی اصلا تمام. نه خیلی نمیشه. گوش کن. قبول داری که مثلا گوش کن، خیلی کوچه‌گردی نمیشه. ما در کوچه نیستیم. تو در کوچه هستی، موضوع را انتخاب کردیم، نقطه را بیان کردیم، تو بازار گفتی. کلی دلیل، کلی قرآن سنت. شرط قبول داری که 1 دقیقه تو صحبت میکنی، 1 دقیقه من قبول داری یا نه؟ بله، چرا قبول ندارم؟ تمام شرط قبول داریم. وقتی که نقطه بحث اول بیان انسان اول فهم که در کدام موضوع صحبت میکنی. انا کو خاموش بس 1 دقیقه سر میکنم. 1 دقیقه من سر میکنم، 1 دقیقه صحبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه ببین اویس صحبت میکنیم 1 دقیقه اویس طالب علم هستی، من احترامت میکنم. اویس طالب علم هستی. اویس من همین شرطی اویس 1 لحظه 20 من همین شرطی گذاشتگی 1 دقیقه بر یک بار طالب علم هستی 20. من همین شرط 1 دقیقه تو به من راضی هستم. من شرط 1 دقیقه تو به راضی هستم. فقط اول بگو که همین نقطه بحثی که من به تو بیان کردم در همین موضوع صحبت میکنیم یا نه؟ راضی هستی همین نقطه به؟ ها بگو شروع بکن. ها راضیم. تمام بسم شروع بکن. تمام 1 دقیقه من سرش میکنم. خب صحبت میاد که مثلا که ما میگیم که به قول سر میکنیم. البته یکم حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم سر میکنم. والله بالله تعالی در پیش میگم کتاب نیست، یگان روبینک نیست، یگان شپرگالکا قطیمه دارم گپ میزنم. ای حفظ خودم چیزی که اگر بدونم اشتباه بکنم اصلاح بکنم. خب ترمذی رحمه الله در کتاب سننش با اسناد صحیح ذکر میکنه. خب میگه که حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري وزهري عن سنان بن ابي سنان
عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عربيش أنا بخونم چونكي عربيش أنا رسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم إلى آخره. مقصد که خب یک دقیقه من تمام میشه و صحبت بکنم. یک دقیقه چیزی گفتنی باشید در این باره گپ بزنم. فرمایید. یک دقیقه گذشته است. تمام شد چی شد؟ بله صحبت کردنی باشی صحبت بکن. من یک دقیقه من بود. نه تو آخر حدیث بگو. نه هیچ گپ نه. یک دقیقه زیاد شود بگذار، 2 دقیقه شود سوب مقصدت بگو، 3 دقیقه شود بگذار بکنه نداره. خب اما گوش کن. اما وقتی که تو صحبت میکنی یک دقیقه بود تو باید خاموش بشینی، به اجازه گپ نزنی باید. میشه آخر اینا بگو من با تو 3 دقیقه تیم با من 3 دقیقه تیخ چی خیلی نکنه برای کن دور نشه کن. اینو بیا اول انتخاب کن که چند دقیقه صحبت میکنیم. 2 دقیقه تا یا 2 دقیقه من، چون که من 2 نیم دقیقه گپ زدم بالای سر من واقعا بارون کردی که بسیار گریه کردی، اما 5 دقیقه صحبت کردی. تحقیر چی لازم است؟ یک گپ بیهوده چی لازم است؟ من گریه نکردم وزیر اخیر بحثو میبینی. خودش کی گریه میکنه نمیبینی. 5 دقیقه نمیشه. بله این دیگر گپای. بله 5 دقیقه بیمونه. 2 نیم دقیقه گپ زدی، 2 نیم دقیقه دیگر گپ زن. تمام. همین حدیث حجتت تو کامل کن. تمام. بیا من میرسم 5 دقیقه میبونم. میشه واقعا. این بسیاری بعد میره صحبت. یعنی 2 دقیقه خوب نیست. یک 2 دقیقه به تو حدیث اولش گفتی حدثنا گفتی خودت حدثنا گفتی اولی حدیث کنی مقصدت بگو آخر حجت آوردی این حدیث چی به حجت آوردی؟ ترمذی رحمه الله در کتاب سننش حدثنا نگکو اگر همین از من میرم والله من میدونم که ترمذی حدثنا من گفته ای سبحان الله من میدونم حدثنا، لیکن موضوع شرک است، جهل است. بیا همین حدیث بگوی حجت بیار، از این حدیث آخر حجت بگیری برام بکن چی میخوای؟ برای که من گپ بزنم باید شرطا بیان باشه. من چند دقیقه صحبت میکنم تو چند دقیقه صحبت میکنی. سبحان الله انا شرطت گذاشتی 1 دقیقه نشد، انا 5 دقیقه گویم بو نمیخوهی. همین حدیثت بگو زودتر. نه من 1 دقیقه روزی بدم و خاموش شدم تو صحبت اگر صحبت داشته برای چی من میخوام 5 دقیقه نشه. تمام 2 نیم دقیقه گپ زدی. یعنی دروغ این از نام خودت گپ زن. چرا تو دروغ میگویی مگر؟ تمام اکه اما 5 دقیقه نصر میتون گپ زنید میشه؟ نه من گفتم که 5 دقیقه دروغ بسیار میشه. 2 دقیقه یا که 3 دقیقه برای که اصلاح بکنیم. تمام نوبتی من است. این 3 دقیقه گپ زد چند دقیقه گپ زد؟ گپ بیهوده رو بس میکنیم. چند دقیقه گپ زد؟ 1 دقیقه بفرمو. 1 دقیقه نه 2 نیم دقیقه حضور گپ زدی. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تمام 3 دقیقه گپ زنید. تمام 3 دقیقه نمیبونید. تمام 3 دقیقه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الترمذي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن زهري عن سنان إلى آخر الحديث إلى آخر السند. واقد الليثي عن أبي واقد الليثي أساس المسألة هنا عن أبي واقد الليثي. أبي واقد الليثي رضي الله عنه البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج للهنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنوات يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم قالوا إلى آخر الحديث. أنا كنون حديث اوزیری ها حجت می آورند. کسایی که جهل عذر میگن حجت می آورند میگن که این حدیث دلالت میکند که صحابگان به شرک واقع شدند اما پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها رو تکفیر نکردند، بلکه گفتند که شما یعنی تکفیر نکردند بلکه اونها رو مسلمان گفتند. این دلالت میکند که جهل عذر است زیرا که اینها نو مسلمان شده بودند. حدیث ضعیف است. اسنادش به نظر میکنیم. وقتی که اسناد حدیث به نظر میکنیم میبینیم که مدار تمام این روایتایی که در این حدیث است باز میگردد به سنان ابن ابی سنان. این مجهول و جهالت الحال است. چخیلی که عقیلی ذکر میکند وقتی که روایت این حدیثه یا که روایت حدیث دیگر از سواک یزید الرجل فصاحه انا من حدیث روایت میکرد این ذکر میکرد. بعد از این میگه که عقیلی میگه که فقال عقیلی حدیث عمرو بن داوود عن سنان ابن ابی سنان مجهول كشيخه والحديث منكر. و علماء میگن که و قول العقیلی هذا هو معتبر لعده اسباب. این حدیث منکر است میگن و علماء میگن که قول عقیلی در اینجا معتبر است از یک چند سبب. سبب اول برای این حدیث ضعیف است سندش سنان ابن سنان دارد. جهالت است. علماء گفتن جاهل است یعنی مجهول است. حالتش اینجا مجهول است در ثقه و یا صدوق یا ضعیف بودنش که وقتی که جهالت الحال شد حدیث ضعیف میشد. و همین سنان ابن ابی سنان که در این روایت حدیث است این تلمیذ هذا
أن الراوي عنه هو التلميذ الواحد الذي هو الزهري. از حديث لا عدوى ولا طيرة، يو حديث الأعرابي الذي استدل السيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وأنا بوهمين ما يقول بالآخر مجان كي عن سنان ابن أبي سنان أن أبي هريرة قال ابن الجوزي حديث لا أصل له، وعمر وسنان مجهولان. عمرو السنان مجهول اسمه، والحديث منكر غير محفوظ. والذهبي در كتاب ميزان این چنین مجهول میگن کشیخی میگن. عمرو ابن داوود مجهول کشیخی، یعنی شیخش سنان ابن سنان است. سنان ابن سنان شیخ عمرو ابن داوود است که ذهبی و قیلی و ابن جوزی و غیره همه علما ضعیف گفتند. ما از حدیث ضعیف دین نمیگیریم. یکمین. دومین دلیلی که این ضعیف است، انا همین در سند حدیث در سند حدیث واقدین اللیثی است که گویا که واقد تمام فهمو معذرت میخوام. تمام من نفهمیدم، ولی یک ضعفی دیگر دارد. گفت اشاره بکن ایرا من میدونم گفت دیگه تا چی بکنی ان شاء الله ایرا جواب میگیریم. جواب اینه که میگن برادرها چی میگن. اولا اینکه داوود در یعلیقون مثل یعنی که شا در ترجمه یعنی که متن حدیث یعلیقون در لغت عربی یعنی که تشدید و دیگر خیلی خونده میشه. داره یکم اسلامی متنی شای و دیگر چیزا که خطاگی تو نمیشه پشت خطاگی. نه این گپای بیهوده. از موضوع نگیریز. منم چیزی که در پیشم یعلیقون نشته که همه چیز با حرکات به کتاب موجود است. بسم الله. از موضوع نبرو، موضوع را گپ بزن. با تحقیر موضوع نبرو. حدیث در نزدم به حرکت نوشته شده است. بسم الله. توی تو باید خاموش کنی. 3 دقیقه من خاموش بکنی، 3 دقیقه اینا خاموش بکنی. توی خاموشش نه 3 دقیقه من صحبت کنم. اینال صحبت میکنم. 3 دقیقه صحبت کنم. توی خاموش کن. توی خاموش کنی نیست. گپ بزن. من خاموش هستم. خاموش کن. گپ بزن. نمیشه توی دیدی که پری بیوا چی منفو کی صحبت روحی فریب نگیر. روحی فرور نگیر. گپ بزن. روحی فرور نگیر. توی شرط خلاف کرده. تمام. شرط خاموش بستن. من خاموش هستم. بسم الله بفرمایید. نه ترسیده یا بر توهیر خاموش کن. اولی من وقت من اگر همین توهیر مشرک عذری من خاموش کند، یک بار دیگر مشرک بودن همین شما اثبات میشد. مرد نبودن است. من چی میسودم گپ بزن. توهیر خاموشش کن. 3 دقیقه با منم خاموش کن. 3 دقیقه مقصدی واسه چی است؟ میخواد که بگریزد، میخواد که من خاموش کند. من بروم این بگریزد. فیروری نشه. من خاموش هستم. گپ بزن. توهیر خاموش کن. 3 دقیقه من صحبت بکنم. من پری بیوت کرده دقیقه صحبت نکردم. خودش خاموش کن میکروفون تا بذار به خاموش کردن. نه من میکروفون رو نمیزنم. من میخوام الان جیم میستم. تمام گپ بزنم. توهیر من والله توهیر تو باید نترسی. 3 دقیقه اینا خاموش کنی. 3 دقیقه ببین ما میگم آدم طالبی میکنه. مردم ما برای همین گفتیم که اینا بزدیلند، اینا نمی خیلی میکنن، موضوع رو ویران میکنن. خاموش که من جواب بدم. من جی میستم گپ بزن گفتم برای که گپی زدن نداره. من قطع کردی. تمام تو هم یک چند بار من در اول قطع کرده بودی. بسم الله. از موضوع نبرو. موضوع که گپ زن. من قطع نکردم. وقتی شاد مرده شد من قطع نکردم. فیرو را بس کن. بسم الله. وقت بیهوده نگذارون. من خاموش میکنم. بسم الله بفرما. خاموش هستم. بفرما. خب 3 دقیقه خاموش کن. 3 دقیقه من ببینم که همین که خاموش کردگی من صحبت میکنم. خاموش کن. الان نمیخوام میستم. بسم الله بفرما. من خاموش میستم. 3 دقیقه صحبت این شرط باطل است. شرط میکروفون گذاشتن نبود. شرط خاموش ایستادن است. خاموشم بفرما. من به تو وقت دادم 3 دقیقه از نام. 3 دقیقه از نام به تو وقت. بسم الله بفرما. من قطع کردی. فرار نکن. من بازن وقتی نو دادم به تو. 3 دقیقه بسم الله بفرما. خاموش بس. انا کو خاموش بس 3 دقیقه گوش کنیم. رفت 3 دقیقه. یکمی خطوگی در متن یعلیقون نیست یعلیقون. متن وقتی که میخونیم باید کلام رسول صلی الله علیه و آله که صحابه بیاره تو غریب خوندن یاد بگیریم. یکم شد دیمش این که در مسئله اسناد حدیث وقتی که عربو یا گپ جنبو دارن یگون کس گپ میزنه در یک سوالایی که علم نداره میگه من هذا بیرو شوکی فدروجی ایلونایت نیست در گنجشکا گول بخیر ایجا میگه یعنی که این چیزا ته در اگری تگنیس علم حدیثا گپ نزن در این موضوع بهتره میگه. همین این بوی گپ میگن انسان. خب مثلا انسانایی که آورده است که سبب ضعیفی حدیث میگم. سبب ضعیفی حدیث چیه؟ در اسناد سینان ابن ابی سینان میگه و سینان ابن ابی سینان
فلانی ضعیفش گفتگی اصلا غیر عقیلی نمیدونم چون که ای متقدمین میخوایم میشه سلف ساله عقیلی اصلا کیه ما براتون میگم این کی دلیل آورد نیست عقیلی در کتاب الضعفاء والمجروحین داره یک کتاب داره که در اونجا روی ضعیف ذکر میکنه عقیلی متشدده به نهایت سختگیره میدونن که ذکر کرده عقیلی در کتاب ضعفاش یا نمیدونن من میگم بخوام که بدونن والله نمیدونن علی بن المدینی استاد امام بخاری رحمه الله استاد امام بخاری یک کانت علم حدیث در جرح و تعدیل در دیگر چیزا عقیلی در کتاب الضعفاء در کتاب الضعفاء استاد امام بخاری را در کتاب ضعیفش آوردگی بعدن ذهبی رحمه الله میدونین چی میگه میگه که افما عقل لك یا عقیلی یعنی عقیلی میگه ذهبی میگه یعنی که بعد یوم میگه که عقل نداری که علی بن المدینی را در کتاب ضعفاء آوردگی تا خب برام خودی سیون ابن ابی سینون که من براتون بیان میکنم سیون ابن ابی سینون از ذهبی رحمه الله در کتاب کوشفش فقه گفتگی ابن حجر هم در کتاب تهذیب تقریب و تهذیب خیلی ثقه گفتگی ما ابن حجر نه و پیش با صحبت میکنیم ابن حبان در کتاب الثقات شو آوردگی ابن حبان سال 354 هجری وفات کردگی کتاب الثقات کتاب داره در اونجا آوردگی خب بو کی علماء قدیما بو گفتن ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که گفتیم حدیث هم میدونن علماء قدیما کی صحیح میگه سالی قرن سوم هجری در وفات کردگی ترمذی رحمه الله ترمذی رحمه الله شاگرد امام بخاری رحمه الله یعنی که علماء اهل سنت و جماعت بشناسین شما حدیث چی میگه حدیث میگه که حسن صحیح حدیث حسن صحیح میگه و حسن صحیح اگر ندونه کسی در ضبط و یاندم صحبت میکنه و میفهمونم براتون چیه یعنی که علماء سلف حدیث صحیح گفتگی بفرمو ای سلف گفتن برای ما 3 دقیقه من بخشیدم بسم الله اما در مسئله حدیث ذات و انوات ما کمی پیش به شما سخنهای علما رو گفتیم حجت به تکرار نیست مردمی که اینجا هستند همشون دیدند همین حدیث ذات و انوات از 2 روایت از 2 سند نقل میشد اسنادش از اسناد سنان ابن ابی سنان از عن ابی واقد اللیثی هست و سند دومش اسنادش کثیر ابن عبدالله از پدرش و از بابایش روایت میشد که هر دوشم علما به مانند چخیلی که خودی ذهبی را محکم پیش نقل کردیم در قول گذشته و ابن جوزی را نقل کردیم غیر از عقیلی در حالتی که این انسان به ما دروغ میبندد و میگوید که غیر از عقیلی دیگر کس را نقل نکرد این البته تهمت است و اما در مسئله این که میگوید در متن حدیث تو یک چیزی رو غلط خوندی این نامعقول کرده است من زود خوندم گوشت کلانتر کشوی گوش بکن در حالتی که خودت حدیث تو آخر نگفتی حدثه نگفتی حدیث نگفتی حالا که بحث وقتی که در یک نقطه می شود اینجا مسئله سند اینجا مسئله متن است که از همونجا تو باید حجت بگیری از موضوع بیرون شدن است از موضوع بیرون شدن و گپ‌های زیاده زدن این دلالت به شکست و فرار میکند مسخن‌های ابن جوزی ذهبی و دیگر علمایی که پیشتر گفتیم یک بار دیگر برادرهایی که اینجا ضبط دارن گوش میکنید که این حدیث چرا ضعیف است و سند دومش کثیر ابن عبدالله که از پدرش و از بابایش نقل میکند علما ضعیف میگویند چخیلی که در کتاب التهذیب آمده است امام الشافعی میگن که قال الشافعی در حق کثیر ابن عبدالله میگن که احد ارکان الكذب یکی از رکنهای کذب است یعنی کسی که یکی از سندهایی که همین حدیث ذات انوات دارد انا همین کثیر ابن عبدالله هست که ارکان الكذب است ابو داود رحمه الله صاحب کتاب سنن میگن که احد الكاذبین یکی از دروغگویان است احمد ابن حنبل میگن که منکر الحدیث پس بارک الله فیکم این همه دلالت میکند که این حدیث ضعیف است و جای ضعیفی دیگرش همین است که بعضی از علما ذکر میکنند که ابی وقد لیثی در اینجا این حدیث روایت کرده شده است صحابه بدری حدیث کنا حدثا گفته یعنی ناو مسلمان شده بودیم در حالتی که بدری است این حدیث بعضی از مرجئه و جهمیه که این حدیث حجت میگیرند یک کاری کرده این طرف اون طرف کشیدند لیکن ضعیف است بالاخره اگر این حدیث رو ضعیف نگوییم تصور کنیم که این حدیث صحیح است اینجا مسئله شرک اکبر نیست صحابگان به شرک اکبر واقع نشدند بلکه یک گناه کبیره کردند که این مشابهت
تشبیه کردن به کفر، در نمود سوال تشبیه کردن به کفر، اما عمل کفر نکردن. چیزی که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب الاقتضاء صراط المستقیم در صفحه 314 میگوید فانکر النبی صلی الله علیه و سلم مجرد مشابهتهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط مجرد تشبیه مشابهت تشبیه کردنشون خودشون رو به کفر را انکار کردند، نه اینکه شرکی که انجام دادن، بلکه اینجا مسئله مشابهت بود. مشابهت معروف است که از باب گناه کبیره هست. پس این حدیث هیچ دلالت به جهل عذر بودنش نمیکند. اما حالا ما به شما میگوییم که در مسئله این که توحید هرگز تمام من وقت ندیده استم. خب برادرها که گوش کنن این مقصد علما دیگر آوردن که فلانی ابو داوود یا که دیگرها گفتن، خیال نکنید که حدیثی که من گفتم برای شما را او حدیث از ضعیف گفتن، نه راوی که آورده دروغ گفته. این حدیثی که من گفتم این حدیث نیست والله. کثیر ابن عبدالله راوی که گفته است والله بالله تعالی در حدیثی من گفتگی نیست. اسناد شاید نفهمه در دیگر حدیثی باشه که ما حدیث گپ نمیدارم، ما حدیث ضعیف ما کار ندارم، ما حدیث صحیح در گپ رفته است که من نه گپ میگه که من از ذهبی آوردم. ذهبی رحمه الله حدیث ضعیف نمیگه، فکر نکنید بعضی برادرها خطا فکر میکنن. ذهبی رحمه الله نمیگه حدیث ضعیف، این اکمل ذهبی و ذهبی مثلا 48 مردگی ابن جوزی گفت ابن جوزی 597 مردگی. من علما گفتم که قرن سوم در وفات کردگیان. ترمذی حدیث صحیح گفته خدی حدیثه و غیر ترمذی دیگر علما را که گفت. بعد سینن ابن ابی سینن نبو میگذاریم ولی میگه حجت به تکرار کردن حدیث نیست، هست چون که مردم بفهمن که بسیار گپ دروغ گفتگی رفتگی گذشتگین، یعنی او زیاده کشید حدیث بسیار دروغ گفتگی گذشتگین در حق رسول صلی الله علیه و آله و در حق تابع نور هم این مثالش نمیدم. یک آدم دلیل آورده است که استاد امام بخاری در کتاب ضعیفش گفتگی میگه ضعیفش گفتگی، بعد صحابی میگه قیلی تو عقل نداری، میگه تو کی میگه استاد امام بخاری در کتاب ضعیف همون انسان دلیل آورده است که سنن ابن ابی سنن ضعیف هم میگه. این یک مسئله. بعد این مسئله اینه که یو که چون سینون کسی که علم دارن اونو میفهمن، یعنی که حدیث سینون ابن ابی سینون نمی روی که ضعیفش گفته است، حدیثش در صحیح بخاری هم است در صحیح مسلم هم است. اگر والله نباشه حاضر میشم صحیح بخاری و مسلم و میخونم براتون که حدیثو صحیح اگر که با گفتی بکنیم او کثیر ابن عبدالله دما کار ندارم، حدیثی گفته که دیگه حدیث ما با کار ندارم، من حدیث را گپ زدم، این حدیث دیگره و حدیث دیگره، من همین حدیث را گپ زدم. سینان ابن ابی سینان از ضعیف گفته صحیح انسان من دلیل میارم از صحیح بخاری و مسلم حاضر که امام بخاری و مسلم حدیث را روایت کردن سینان ابن سینان. اگر که بگه که نه نکردن زوده 10 تا حدیث میگیریم ان شاء الله با هم جمع میخونم موضوع براتون از صحیح بخاری و مسلم باذن الله عزوجل که امام بخاری سال 158 هجری وفات کرده که امام مسلمش سال 161. از سلف صالح هم حدیث صحیح شک نیست در این چیز، حدیث صحیح. اگر قبول بکنه که حدیث صحیح بعد من در متن حدیث بو میگذارم ان شاء الله در متن حدیث ای سلف صالح گپ میزنم، ای صحابه و تابعین و تبع تابعین که مثلا چه عقیده و چه فهمیش داشتن در این مسئله. و خب یک مسئله بود و مسئله چی بود؟ ابن کثیر ابن عبدالله را گپ زدیم، ابن الجوزی را گپ زدیم، ذهبی را گپ زدیم. بفرمایید با 2 منوت چیز کوشید بفرمایید، من میخوام که گوش بکنم 3 دقیقه دروغ. اما در مسئله این که این میگه که بسیار دروغ ها گفت این گپای کوچگی است. این گپ آدم‌های جاهل میگه که یگان دروغ اثبات نکرده برای مردم فریب دادن میگه که بسیار دروغ ها گفت. از همه دروغ شوخدار خودش است، برای که علم حدیث نمیری و مسلم از همون حدیث روایت کرده شون همون انسان در نزد تو ثقه است و همون قبول میکنی. من به تو میارم که امام بخاری در سندشون بعضی از خوارج ها وجود دارد و در صحیحین و بعضی از کتب سنن روافض وجود دارد. در این مسئله چی میگویی؟ این معنی دارد که علم حدیث باید بخونی. این دلالت میکرد که اینها سرسرکی خوندن نمیفهمند. روایتی که امام بخاری کردند علم حدیث حول مصطلح الحدیث هم فیما بعد به شما بیان میکنیم، حدیث اصل داشت. این حدیث ها را مقرون، هر حدیثی که از سنن اولا 10 حدیث آورده نمیتواند، این خیلی سخنی باطل است، بلکه در این مسئله یک چند حدیث است، زیاد به 10 تا نمیرسد. امام بخاری روایت میکنند این حدیثی که از سنن ابن ابی سنان است مقرون، همیش مقرون است از حدیث ابی سلمه، در حدیث جابر، از حدیثی که جابر با همراهی رسول الله صلی الله علیه و آله غزوه کرد قبل نجد، و حدیث ابو هریره رضی الله عنه که لا عدوى ولا سر ولا هم گفته. یعنی 2 حدیث است که هر دویش رو مقرون به حدیث ابو سلمه عبدالله ابن عبدالرحمن میارن که این ثقه است.
و امام بخاری اولا میگن، یعنی در همین جا سند رو باز میگردن به ابی سلمه و بعد از این مقرونن سنان رو میارند. قاعده رو علما ذکر میکنند که در نزد اهل علم معروف است که ان البخاری اذا ذكر رجل مقرونا مع ثقة فهذا دلیل على ضعفه لانه لم يعتمده استقلالا. ببین این جهلایی که علمی حدیث نمیدونن چی میگن. قاعده علمی حدیثی اهل الحدیث در مسئله شناخت امام بخاری است که علما میگن زمانی که امام بخاری رحمه الله یک حدیث رو ذکر کرد، یک حدیث رو بعد از حدیث صفه با قرینه ذکر کرد، این دلالت میکند که حدیثی که بعد از حدیث صحیح ذکر شد این ضعیف است، زیرا که امام بخاری این به اعتماد استقلالا نکردند بلکه مقرونا کردند. برای همین امام بخاری اول حدیث ابو سلمه رو ذکر کردند. عیناً همین حدیث رو امام مسلم کردند. در علم حدیث این چیزها معروف است و این به ما یک آدم علمدار، یک آدمی که از این مسائل با خبر است صحبت میکنه. اما انسانی که از این چیز جاهل نیست، سند امام بخاری برای ما قبول میکنیم. میگه من یک خوارج، یک رافضه رو میارم، بعد همین امامت کن و بگرد. نمیشه. علم لازم است، لیکن این جهلا از کجا میفهمن؟ اما باز میگردیم بعد از اینکه فهمیدید که این حدیث رو خودی امام سه دقیقه و 7 سکونشی با اما اولی که دقیق تمام خوبانا کو الرحمن الرحیم گوش کنین برادران. من در همین مسئله بسم الله الرحمن الرحیم نمیبخشی من تجویدت یک بار گفتم بسم الله نه بسم الله الرحمن الرحیم تجوید میگه اگر گفتنی باشه من یک بعد از میام حرکت دیم برکاچی ابا ادم شکرانه کنه دیم برکاچی است. اگر برادران که باشن خودش میگم که ثبت بکنن، ثبت کامل بشه که شده بریده نشه و همه چیزا می ثبت کامل چه که است همو خیلی براوا. خب یه ایمان уже 30 секунд من گرفتم سبحان الله زیدم دیرم میکنه نه با میدی من مرا 30 سکند به تو 50 سکند به تو بفرما سبحان الله. اینا دیرم دارم صبح میدیدم فقط. خب گوش کنید تحقیر نکن سبحان الله. مثلا رویایی که در کتابی بخاری و مسلم من میگم وقتی که علما میگن که یک ملونایت نیست گنجشکا هوی بخکو برای که 20 شتا میخراودم اگر در این میخری صحبت نکنه یا موضوع صحبت که دو مثلا بودگی نباشه. وقتی که امام بخاری رحمه الله اتهامات به امام بخاری زدن که مثلا ای خوارجو هست روایت هست برای چه خوارج روایت میکنه امام بخاری رحمه الله. من میخوام در جواب بدم حتما برای که خوارجو سکی دروغ میگن در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و تکفیر میکردن، یعنی که اون دروغ نمیگفتن در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله برام خاطر حدیث رو روایت میکردن، در اصول تو روایت میکرد. اما تهمت دروغی که زد نسبت امام بخاری و مسلم گفت که روافیز والله بالله تو دروغ میگه ای روافیز نه ای شیعه روایت میکردن. شیعه و روافیز فرق داره. من براتون میفهمم برای که بسیار شما فهمان اگر شیعه اونایی که اون کسی هستن که تشنون صحابیرا یگون ابوبکر عمر و عایشه رضی الله عنها اینا را یگون شنودشون نمیشه، اما فقط میگه که خلافتی عثمان اولوتر نبوده، یعنی بعد علی رضی الله عنه خلافتش پیش از عثمان میشه. اینا را میگفتن شیعه، یعنی که بدعت داشتن، یعنی که با کفر رسیدگی نبودن، روافیز نبودن. از اینا روایت میکردن چون که اینا یعنی که از مسلمان بودن، اهل اسلام بودن، اما روافیز مسلمان نیستن. یک دروغ ببینید چی باشه. لکن سیم مسئله اینه که برادران من درباره حدیث قبل دستم ای سلف اوردم که حدیث کی صحیح میگه والله یک سلف نفهمیدم که حدیث صحیح ضعیف گفته باشه با گفتی. سلف کیه؟ ترمذی رحمه الله شاگرد امام بخاری رحمه الله حدیث روایت کرد. میگه چی میگه اصلا ما که مثلا من متن اسم حدیث میگه خطا خوندم، والله من اگر خطا خونده باشم الله عز وجل شاهده خطا خوندگی نیست بود از ضبط میگه ان شاء الله. میگه چی میگه ترمذی رحمه الله من تز میخونمش گوش کنید. قال الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن ابي سنان عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى حنين مر بشجره للمشركين يقال لها ذات انواط يعلقون عليها اسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه والذي نفسي بيده لتركبن سنه من كان قبلكم. هذا حديث حسن صحيح. حسن صحيح گفت ترمذی. یک سلف بیار که حدیث صحیح گفته باشه بسرم گوش دارم. یک سلف بالاخره وقتی من است انا کنون دیدید که مسئله به طعنه می رود که میگن
خوارج ها دوز هستند و این هستند و آن است و وقت می دوزند و ما وقت دادیم. این یک طعنه است. عادتا جهمی ها از موضوع برای فرار کردن گپای بیهوده بمیروند. در این مسئله ما به شما بیان کردیم که حدیث فقط از دو جانب روایت شده است، از سنان و از سنان ابن ابی سنان و از عبدالله ابن کثیر که هر دوش ذکر کردیم. قول سلفه در سخنهای عبدالله ابن کثیر و قول امام الذهبی و قول ابن جوزی و پیش از این قول خودی امام الترمذی که اینها البته از یک طرف میخونند، از طرف دیگرش علمی که امام الترمذی درباره خودی همین انسان گفته است ترک میکنند. این مسئله مشکلی اینو است. حدیثی ضعیف است. پس وقتی که حدیث ضعیف شد حجت نیست. اگر گویی که حدیث ضعیف نیست، در نزد تو ضعیف نیست، در نزد یک قسم از علما ضعیف است، در نزد ما ضعیف است، انا کنون چی میشود؟ ما در علم اصول فقه قاعده داریم: الدلیل اذا يتطرق عليه الاحتمال بطل به الاستدلال. دلیل وقتی که به او احتمال به وجود می آید، یک ایده از علما ضعیف گفتند و یک ایده از علما مثلا صحیح گفتند، دلیل احتمالات که به وجود آمد در یک مسئله بزرگ استدلال گرفتن از این دلیل باطل می شود. لیکن این علم اصول فقه است و این فهمیش قرآن و سنت رو هر کس فهمیده نمیتواند. این احتمال به وجود آمد یا نه آمد، ما اثبات کردیم، قولای علما رو ذکر کردیم، حجت به تکرار نیست. ذهبی به امام ذهبی دروغ میبندد. امام ذهبی گفتند که این انا همین انسان گفتند، به مانند شیخش عبدالله ابن کثیر، به مانند عمرو گفتند، عمرو که از سنان روایت میکرد به مانند شیخش گفتند. این مجهول است گفتند، مجهول الحال گفتند و حدیثش انکار کردند. از همین جهت گفته می شود که در حق امام ذهبی دروغ میگوید. در حق امام ذهبی میگوید. امام الذهبی در کتاب میزان در ترجمه عمرو ابن داود میآورد و میگوید که مجهول کشیخه، انا من عمرو ابن داود مجهول است به مانند شیخش. لیکن دروغگویا دروغ میگویند. بعد از این ما میگذاریم که به اصل موضوع. ما میگیم کفر اکبر و شرک اکبر هیچگاه به توحید و اسلام و ایمان جمع نمی شود و تمام حدیث هایی که اینها میارند نمی خیلی ضعیف است. حجت قاطعی که احتمال وجود نداشته باشد اینها آورده نمی توانند. اولا ما به شما سخنهای سلف را می آوریم که هرگز شرک و توحید و ایمان در یک جا جمع نمی شود. شرک به وجود آمد، ایمان اسلام نابود می شود. امام محمد بن ادریس شافعی رحمه الله میگه ان الاسلام لا یشرکه الشرک و الشرک یشرکه الشرک. در دیگر دوامش میگن الایمان لا یشرکه الشرک و الشرک یشرکه الشرک. اسلام همان دین است که هرگز به این اسلام شرک همراه شده و اسلام در یک جا باقی نمیماند. یعنی اسلام همان دین است که شرک شریک نمیشه. ولی من صفحه کتاب بگویم تمام است. صفحه کتاب بگویم یا نگویم؟ مختصر الموزنیه که مجله 8 صفحه 275 و صفحه 389 نظر بکنید، در همینجا سخن قولی امام شافعی را میورد که مذهب جهمی ها را به بود میکشد. تمام. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گوش کنید این مثلا حالم با همو گپای با همو تاماتو که وقت دو قسم ضبط اومدن شرمنده میشه. برای چی؟ به خاطر که با حدیثی که ضعیفه که خودش گفته ما گفتم با حدیث کار ندارم، حدیث انا آوردم. حدیثی که من آوردم راویی که گفته این استان یکمش بعد راوی را سه بار نام چپانا خون. راوی را عبدالله ابن کثیر میگم، او راوی عبدالله ابن کثیر است، او کثیر ابن عبدالله است. او دیگر راوی سه بار چپانا گفته نامش، نام پدرش را بچه‌ش گفته، بچه‌ش را پدرش گفته، سه بار هم خیلی درزد. کثیر ابن عبدالله ایرا ابن ابی حاتم در کتابش ذکر کرده میویش ان شاء الله. عبدالله ابن کثیر نیست، یعنی نامش چپانایی. این با نسبت راویو خطا. خب در حق ذهبی میگم ما تومات کردیم، در حق ذهبی تومات نکردیم. گفتیم والله حدیث که ما براش ما گفتیم حدیث ذهبی درباره حدیث صحبت نمیکنه. او حدیث که ضعیف گفته است دیگر حدیثه. او حدیث که کثیر ابن عبدالله گفته است او حدیث ما میدونم که ضعیفه، او قبول دارم، او ما درباره صحبت هم ندارم. بعد درباره حدیثی که ترمذی رحمه الله در کتاب سننش به زبان تاجیکی میگم در کتاب سننش ذکر میکنه با رقم 2180. ترمذی رحمه الله سلف صالح حدیث روایت میکنه و میگه که حدیث حسن و صحیح است. سوالی من میبینم، سوالی من بگم نگرم به سوالی خودم. السلف صالح
حدیث کی ضعیف گفتگی از سلف صالح حدیث از سلف صالح کی ضعیف گفتگی جواب نیست. در جواب گرفتن نشید دو بار سوال دادم جواب نیست. یعنی سلف صالح حدیث ضعیف گفتگی نیستم. خب میگذاریم با بحث صحبتی بعدی نه ان شاء الله. حدیث صحیحه در این شک ندارم من که قبول کردم سلف صالح حدیث صحیح گفتن در دقیقه 50 چه میشه سبحان الله. بعد با موضوعی که صحبت میکنم که برادرو امام شافعی رحمه الله میرن قول میرن قرآن و سنت میرن همه اینا قولی صحیح اما بعد قول جو میکنن او برداشت غلطه. وقتی که امام شافعی رحمه الله میگه که مثلا انسانی است که فلانی شرک میکنه اون انسان مشرک میشه یا که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله بسیار میگه که هر کسی که میکاره میکنه مشرک والله این درست برادرو این کفر عامه. ما برادرو کفر عام فرق بکنیم که خوارجو فرق کردن نمیتونن. کفر عام چیه؟ یعنی که هر کسی که میکاره بکنه میده مشرک میشه این کفر عامه تکفیر عامه. اما احمد بنام یک انسان مثلا زید بگیم با قرار نکنه بخچه بسیده باشه زید اگر بیایه شرک اکبر بکنه انسان باشه موحد باشه یکی در شرک اکبر گرفتار میشه آیا او انسان حضور داده میشه یا که نمیشه انا کفر معین میشه کفری که انسان معین میره. اما گپی امام شافعی گپی علماء اهل سنت و الجماعت اونها همش قبوله اونها در کفر عامه و این مسئله این است در 255 شیت من اصلا بفرمایید. بالاخره در بابی این میگد که سخنی که من از ذهبی گفتم که ذهبی رو این از نام ذهبی دروغ میگد و سخن امام الذهبی رحمه الله رو به شما یک مرتبه دیگر ذکر کردم غیر از عقیلی غیر از ابن جوزی غیر از ذهبی مزنی رو هم ذکر کردم. همه اینها میگویند که انا همین صاحبی روایت کننده حدیثی که امام ترمذی حدیثشون میگیم همین حدیثی که اینو آورده است میگیم سنان ابن ابی سنان چی است؟ مجهول الحال است مگر به این علما اعتبار ندارد. اما او من من باب فایده آوردم او قسم دوم رو من باب فایده آوردم که یعنی فقط همین دو سند است هر دو سندش از هم دیگر بدتر است. یگان جایی حدیث بارک الله فیکم صحیحیه ندارد و بعد از این ما بیان کردیم که وقتی که این مسئله حجت به احتمال به وجود آمد دلیل در مسئله اختلاف گرفته نمی شود. سخن ذهبی رو من به تو خودت نقل کردم نام کتابش رو 3 مرتبه نقل کردم لیکن در کتابی میزان ذکر کردم از ذهبی. لیکن این انسان چی میگه؟ اویس میگه که والله میگه ذهبی گفتگم اینجا مسئله قسم خوری نیست. من هم هر گپ گفتم مگر قسم خورم کنی علم کنی صفحه کتاب کنی رقم والله گفته قسم میخورد. امام ذهبی والله گفتگن من به این گفته شدم که در کتاب میزان در ترجمه عمرو ابن داود میگویند امام الذهبی که مجهول کشیخه عمرو ابن داود مجهول است به مانند شیخش یعنی کی سنان ابن ابی سنان به عقل این به این حدیثی که نام حاضر خدا ذکر کردی دوم نیست. این همین حدیثی که خدا روایت میکنی سنان ابن ابی سنان رفته است لیکن دوی بیچاره استاد عمرو ابن داود نفهمیده است که سنان ابن ابی سنان است. تو والله ذهبی آوردم گویی به همین قسم خوردن تو باور کنیم ما تو رو مشرک میدونیم چگونه به تو جهمی باور میکنیم قسمت اینجا موضوع بحث است. اگر موضوع قسم میبود یک تا قاضی میامد من والله میگفتم تو والله میگفتی میرفتیم مثلا ملاعنه میشد یک چیز دیگر میشد. گیجو میگریزی این عادت جهمیه است که خیلی گریختن دارن. بعد از این من به تو میگم که یک مورد مقاطعه کردم به خاطر اینکه بسم الله الرحمن الرحیم نه بسم الله الرحمن الرحیم که هر دفعه مثل من اوچه هایی که در تاجیکستان هستن بسم الله الرحمن الرحیم گفتی بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این ما سخن امام شافعی رحمه الله را که محمد ابن ادریس شافعی هست بیان کردیم که اسلام هرگز ناممکن است که به وجود بیاید و بیستد وقتی که شرک اکبر باشد. شرک اکبر اومد اسلام نابود میشد. تمام امام شافعی رحمه الله هست. انا کنون از تو خواهش میکنم که یک سخنی سلف رو بیار که یک سلف گفته باشد که گفته باشد که جهل میاد اسلام شرک میاد اسلام میاد. سوال به جواب خودت خشید
کسی که 3 دقیقه زیاد صحبت میکنه اتوماتیک زوکش بکش. که برادر من تکرار میکنم که دروغ در که جای برادر ذهبی الله رحمت مغفرت کنه یکمش نسبت ذهبی دروغ گفتم برای خودم من دروغش بیان کردم. ذهبی رحمه الله سال 748 مردگی یعنی قرن 8 مردگی. ترمذی قرن 3 ده. ترمذی حدیث صحیح گفتگی و ذهبی این روی را ضعیف گفتگی نیست. ذهبی در کتاب الکاشف کتاب نمیدونن کتاب کاشف داره. در کتاب الکاشفش همین سینونی بنا بسینونا ثقه گفتگی اینا طوری بالمو بعد این زبس ان شاء الله بعد درس حتما میکنم جستجو میکنم همه رو بیان میکنم ان شاء الله. ثقه در کتاب الکاشفش ثقه گفتگی یعنی ثقه قبول حدیث رو گفتگی. اما اون حدیثی که گفته من میگم با او را من کار ندارم دیگه با داوود صحبت نمیکنم حدیثی ضعیفه ما با او کار ندارم. خب این در مسئله بعد در مسئله بسم الله الرحمن انا اگر کسی تجوید مقتنع باشه خودش تجوید بدون الرحمن الرحمن میشه را مفخمه میشه را حرف را اگر بولش فتحه و به ما اومد یعنی که یا که او اومد بولش غوز خونده میشه مفخمه را میخونی و را میخونی بسم الله الرحمن این خیلی خونده میشه مفخمه. این میگن در درس تجوید. اینجا درس تجوید نیستم من میخوام که در موضوع عقیده صحبت بکنم. خب قول امام شافعی رحمه الله با من میگم که برادرها مسئله کفر عام در من خلاف ندارم قطعی. کفر عام اهل سنت و جماعت اتفاق کردن در این مسئله هیچ کس صحبت نمیکنه. کفر عام چی میگم براتون بو میفهمونم که چون که هر یک گپی که از پس میوره کو شما همه بده که اویو همین گپ کفر عامه یا که کفر معین. کفر عام اینه که امام میگن که هر کسی که همه عملی شرکی را انجام داد اون انسان مشرک میشود. این میشه کفر عام یعنی که هر کسی که بکنه. اما کفر معین چیه؟ زید موحدای یا عملی شرکی اکبر میکنه این انسان مشرک گفته میشود بدون اونی که مثلا در یک نه اسلام قبول کرده که یعنی که جاهل نمیدونم سبب چیه جاهل نه اسلام قبول کرده نمیدونم آیا همین انسان عذر داده میشود یا که نمیشود. انا یه جای مثلا انا میاد تحریر محل نزاع میگن کتاب میزنم تحریر محل نزاع اینو میاد آدمی معین موحده مسلمانه که اکبر میکنه. یکمین دلیل ما چی بود؟ احادیث صحیحی که پیامبر صلی الله علیه و روایت کرده گه حدیث صحیح اومده گه در همین حدیث الان صحبت میکنیم. در همین حدیثی که من گفتم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب ما انسان معین بانم انسان معین نامشون هستن اومدن چیکار کردن همین عمل انجام دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفت شما مشرکین کدام عمل حدیث دقیقاً من بود میشوه من میگم که کدام عمل انجام دادن و رسول الله صلی الله علیه و سلم رنگ خوارج رو تکفیر نکرد چون بلکه آموزونشون نفهمونم 3 دقیقه بارك الله فيكم. نوبت من است. انا کنون بعد از اینکه اینها صحبتشون بیان کرد در باب حدیث ذکر کرد و ما حدیث به شما از همه حالات و با قول علما ذکر کردیم که حدیث ضعیف است و در اینجا ما بسیار نمیستیم زیرا که حدیث ما بیان کردیم. لیکن اینها چرا در همینجا ایستادن میخواهند؟ برای اینکه غیر از همین دیگه گپی میگفتگی ندارن. دیگر حدیث بیارن با یک لطکوبی دیگر به سر این جوهلا میشد. ما حالا از منهج سلف به شما بیان میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند. اولا ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خیر القرون قرنی، بهترین قرن من است و بعد از این اومده ها یعنی پیروی کنید شما به صحابه رضی الله عنهم و به تابعین و سلف صالح. بالاخره دینمون رو از سلف صالح میگیریم. این در باب ضعیف بودن یک انسان سلف صالح میگه که ما آوردیم و قبول ندارد. لیکن بالاخره چرا در نقطه اساسی مسئله سلف صالح رو ذکر نمیکند؟ چرا انا همین انسان نمیگوید که یک امام شافعی باشند یا دیگر از حرب الکرمانی باشند یا که از امام احمد ابن حنبل رحمه الله و غیره و غیره یک نفر باشند که گفته باشند که در شرک اکبر ظاهر و در کفر اکبر ظاهر جهل عذر است، اسلام و شرک، اسلام ایمان و کفر در یک جا جمع شد نمیتواند. برای همین اینها در حاشیه می ایستند. لیکن ما اینا چیزی بخواد بگوید ما به اینا میگیم که امام شافعی گفتند بله
ابو الحسن الماوردی در کتاب شرح کلام الشافعی میگه که ماوردی در کتاب شرح کلام الشافعی یکی از همون معروفان مذاهب و شاگردان این مذهب ذکر کرده میگه که یعنی انه قد یجتمع شرکانی ولا یجتمع شرک و اسلام. بله در بعض حالات دو تا شرک در یک جا جمع شدنش ممکن است. ما چه که میبینیم بخصوص در جهمی ها 10 نمود شرک هم جمع شدنش ممکن است. از باب تکذیب و کفر به طاغوت نداشتن و ملت ابراهیم نداشتن و مشرک برادر گفتن و دفاع مشرکین و غیره و تحقیر پیامبر و صحابه های مشرک گفتن و به شرک واقع شدن گفتن همه اینها. اما هرگز در یک انسان دو چیز در یک جا جمع نمیشد. شرک و اسلام جمع نمیشد. یعنی این است یک قاعده منهجی سلف صالح. در جای دیگر میگویند که ان الاسلام و الشرك لا يجتمعان. انا همین با مواردی ذکر میکنم. امام ابن جریر الطبری رحمه الله از اصحاب حدیث ذکر کرده میگن که و کان محالا اجتماع الكفر والایمان في جسم واحد. این محال است، این ناممکن است که در یک قلب در یک جسم یکتا کفر و ایمان جمع بشود. یعنی مسلمان شدی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی، اسلامت ظاهر کردی، نماز خوندی، بعد کفر اکبر اومد، الله دشنام دادی، استهزا کردی، قرآن مثلا سوزانیدی، تحقیر کردی پیامبر و غیره و غیره، یا که شرک اکبر رو انجام دادی از باب دعای یا که اراده و یا که اطاعت و محبت و غیره. پس در اینجا کفر شرک نابود، کفر و شرک آمد، ایمان نابود میشه. همین اصلا واقعا جمله ما آخر برسونه آخر چی شرمنده است. چون که 3 دقیقه زیاد صحبت بسیار کفر اکبر و شرک اکبر که آمد ایمان نابود میشود. ناممکن است که یک شرک و کفر یک جا جمع بشود با همراهی ایمان. خاموش کن. الکی بفرما. جهمی بفرما. توهیر خاموش کن. وقتی که 3 کس من سوال میکنه 3 دقیقه اوج من توهیر من دارم بوشی وقت برافته است. وقت برافته است. اوج 20 کم برافت. توهیر 3 دقیقه صحبت میکنم خاموش کن. بزن اوج ما بزن بعد اوج ایران بزن 3 دقیقه پس. برام خودی گفتم یکم گوش کنین برادران. وقتی که حدیث آورد حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلام عبدالله ابن عمرو ابن العاص میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلام بهترین زمان صحابی و سلف قرون المفضله یکم دیگم سیم ما سلف صالح آورده مدام میره که حدیث صحیح گفت والله یک کس نگوورد یک کس سلف صالح نآورد که زهبی گفت زهبی اصلا حدیث صحیح گفت اگه گفته و 748 مرده کرد ترمذی با تکرار میکنه صالح حدیث صحیح گفت در کتابش اما یک کس نآورد که ای سلف حدیث صحیح گفت باشه. این میذاره به حدیث صحیح بیان کردیم قبل نزنه که من بو گپ میزنم در اسناد با متن حدیث میگذاریم با متن حدیث میگذاریم گفتیم که برادرها با دقت باشین قول شافعی توغری اما قول شافعی را قبول داریم اینو نمیفهمن قول شافعی را اونو در تصمیمات صحبت کردن اما آدمی معین باشه چیکاری که نمیشه بیایی که اومدن استفاده چیکار کردن برادرها من میگم براتون گوش کنید ابن تیمیه رحمه الله من در کتابش میخونم کتاب خیلی ابن تیمیه که این انسان میدونه ابن تیمیه رحمه الله در قصه همین انسان‌هایی که طلب کردن حدیث انسان صحیح گفته ابن تیمیه هم قبول کرده حدیث اونو اومدن مثلا توحیدشون همون صحابیه که نه مثلا بود نه فهم مختصران عقیده را چیکار کردن وقتی مشرکا را دیدن که یا شرک کرده صدن که چیکار کرده صدن یا درخت داشتن وقتی چونا درخت داشتن در او درخت همون سلوهاشون کشور میکردن و فکر میکنن که سراد و پیروزی همون برکت چومیا و با همون سبب پیروز میشن شرک اکبر ای البته ای فقط مرجو دی مثلا چلو میکنه شرک اکبر ای درخت مثلا میزنن چونا صحابیان میردن گفتن که پیامبری الله تو برای ما رو یک تا دیگه هم خیلی درخت ما رو سوزرانگی همون خیلی کم درخت دورن بعدم پیامبر صلی الله علیه و سلم سبحان الله گفت یک قول شرکی را وقتی شنوید گفتی سبحان الله گفت عینا چطوری که قوم موسی گفت برای موسی را گفتن که یا با ما هم یک اله بساز چطوری که اینو بخشان چندین پروردگارو دارن با ما هم یک خداوند بساز مثلا اجعل لنا الها کما لهم الها چندین اله دارن همین خیلی یعنی که رسول صلی الله علیه و سلم انسان معین در ما گفتن گفتن معین اینمی صحابی‌ها نامشون در اسناد اومدگیان با نام ابو واقد اللیثی دو دیگه صحابی اومدگیان اینمی نو و سبب این ندانستنشون اینمی عمل انجام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم تکفیرشون نکرد صلی الله علیه و سلم بلکه آموزون چون این دلیل یکم صحیح و بدون شک کفر معین بگردن کفر شافعی رحمه الله ما میدونم کرمانی یا که فرقهانی دیگر درسته
کفری عام گفت زدستم ولی با کفری معین یه حدیث اگر زن با دیم حدیث میگذارم بعد قولی سوال ده با میگذارم ان شاء الله 3 مینوت. اما بعد در مسئله حکم حدیث ذات و انوات ما قول 3-4 مراتبه تکرار کردیم. کسی که عاقل است میفهمد که علمای اهل سنت چی گفتند و بعد از این قاعده اصول فقه ذکر کردیم که اگر یک عده از بعضی از علما اینا ذکر کرده باشند و بعضش این متشدد بگوید برای اینکه متقدمین و متأخرین منهج حدیثی رو نمیدونند و خود بخاری منهجشون این حدیثه که سنان ابن ابی سنان روایت کرده است همین انسان ضعیف میدونستند بدون مقرون ذکر نمیکردند و این قاعده علمی منهجی محدثین از علم شناخت امام بخاری معروف است. بعد از این همه گشته و برگشته تکرار کردن دلالت میکند که در همون کوزه دیگر چیزی نیست، کوزه آبش تمام است، گپ تکراری است. اما بعد از این میگوید که ببینید در حدیثی که امام ترمذی روایت کردن میگوید که اینها عمل کردند. من ببینید برادرها اهل توحید یک چند مرتبه در صحبتم به این سوال داده شدم جواب نداده شده. سوال های نوشته بگیرید. سوال نوبتی من سخن ابن تیمیه رو به صفحه کتاب خوندم، بله، از کتاب اقتضاء صراط المستقیم. این انسان از پیش خودش گفت، نه کتاب نه یک صفحه، از پیش خودش گاو زده و خودش علامه دهر میگیرد، در حالتی که طلیبی بگی شاید طلیبی هم نباشد. از همین جهت ما میگیم که کتاب بگو کدام علما گفتن که انا همین صحابه ها به همون شرک اکبر واقع شدن. این میگه که صحابه شرک اکبر کردن. میگه تو به من بگو که آیا صحابه ها بعد از اینکه پیامبر سوال کردند رفتند و اسلحه خود را آویزان کردن یا نکردند؟ نکرده باشند از پیامبر فقط اجازت طلبیدن مگر همین شرک اکبر است؟ گفتند که ای پیامبر شما پیامبر هستید صاحب شریعت، آیا جایز است که ما به ما اجازت بدهید اگر جایز باشد که همین اسلحه خود یراق خود را به بالای درخت آویزان کنیم تا که برکه شود؟ پیامبر گفتند که انمین نمودی سوال دادنتون به مانند سوال بنی یهودی اسرائیل است و درست نیست. این شرک اکبر نه، فقط سوال دادند. همین سوال دادنشون پیامبر صلی الله علیه و آله سخت گرفتند که ابن تیمیه رحمه الله میگن که این مشابهت در سوال دادن بود، اما رفته اگر اسلحه رو آویزان میکردن کفر میشدن. چخیلی که بعض از علمای نجد آشکار ذکر لو فعلوا کفروا میگن، اگر میکردن کفر میشدن. لیکن این جهلا تمام صحابه رو، هزارها نفر از صحابه رو، صدها نفر از صحابه رو طعنه زده ایستاد است، در جمله واقد لیثی بدری که بدری شرک انجام داد میگه. کسی که بدر و بعد از فتح مکه در بینش صلح‌های زیاد قریب 8 سال وقت است، میگه که در مدت 8 سال نفهمید است رفت شرک کرده است، ثواب شرک انجام داد، لیکن جاهل بود. میگه ثواب جاهل بود، برای این پیامبر او را باز عذر داد. میگه انا این طعنه به صحابه است و ندانستن اهل بدر است و ندانستن حدیث است که اینها آویزان نکردن اسلحه خود رو، اگر آویزان میکردن کافر میشدن. این دلالت میکرد که علم وجود ندارد. و بعد از این مسخن ابن جریر طبری را ذکر کردیم که میگویند که محال است، ناممکن است که کفر و ایمان در یک جسم واقع شود. این گپ درباره عموم نرفته است، درباره یک جسم رفته است. جسم اجسام نگفتند، گفتند که جسم در یک جسم یک کفر و یک شرک آمده ایستادنش ناممکن است بجز در حالتی که اکراه است. بجز در حالتی که اکراه است. 3 دقیقه گذشت. انا کنم هر کسی که آداب روایت کن اتوماتیک 3 دقیقه گذشت. توهیر هر کسی که صحبت زود میکنه بکش سر از مقصد. نه ثابت کرده دقیقه بگیم که 3 دقیقه گذشت 3 دقیقه گذشت. خب سر میکنه سکوندا. یکم مثلا امام بخاری گرفت برادرای دروغ میگن، والله تهمت کردن، دروغ میگن، قسم به الله بخاری والله در یگون کتابش سنن ابن ابی سنن ضعیف گفته نیست، بلکه در کتاب سیر ذکر کرده تو بخاری نه، مسلم هم رحمه الله ذکر کرده سنن ابن ابی سنن در کتابی ولی مقرون میگن. والله کتاب مقرون نفهمیدگی نیستن اصلا چی است. جای اومدگی که اگر بگه که نه نداره باز ما میگیریم میارمش براش ان شاء الله. بخاری رحمه الله سنن ضعیف نمیگه، این دروغ گفته است. برادر خیال میکنه که اصلا صلح آورده است. بخاری امام المحدثین است، اما این دروغ گفته است. تو بخاری را میگیره بعد میگه که دروغ میگه، که میگه بخاری گفتگی باز نیست، میگه دروغ گفته است. بخاری ضعیف گفتگی نیست والله برادرو دروغه. خب یک مسئله نسبت به بخاری دفاع کردن علم اهل سنت و جماعت بعد که دروغ گفته است نسبتش، بلکه شاگرد بخاری ترمذی رحمه الله در کتاب سننش حدیث صحیح گفتگی است. در کتابش با رقم میگه گفتگی نیست، رقم 2180 دیم بار تکرار میکنه در کتاب سننش.
ترمذی رحمه الله. خب بعد قولی ابن تیمیه رحمه الله را میگه، ابن تیمیه رحمه الله راست میگه، اجتهاد کردن فهمیشه درست فهمیده ابن تیمیه رحمه الله، اما در دامش گپ دیگر آورد، این گپ به نهایت خطره. شاگردای خواریجا بدونن که چرا بدونن، باید دقت گوش کنیم برادرها که گپ شرکی را عذر دادستم، یعنی انسانی پیدا بشوه بیایا، گوش کنیم برادرها، باید دقت گوش کنیم، انسانی پیدا بشوه بیایا بدونه که نمی درخت نصرت میکنه مرا او قبر نه، ولی با قبر سوسته که اوجا آدم خوبه، اما درخت که نمی جنبه گپ نمیزنه، اما قبر در خلاف میکنه که بعضی چیزا میشنوه، درخت نمیشنوه نگپ میزنه، درخت را نصرتت میتیه برکتت میتیه. این سولی که خیلی اعتقاد داشته باشه میگه انجامش نکنه، این میگه مسلمونه گفته مسلمان، میگه والله به خطره. بعد خودتو بدونین که اون در شرک اکبر داده انسان کافر میشوه. نگاه کنین انسانی که شرک اکبر کرده است اعتقاد داشته باشه که درخت نصرت میشه برای من، یعنی که این منظور نمیتونه باشه، میگه خیلی اعتقاد داره، میگه اعتقاد داره اما انجامش نمیکنه، میگه مسلمونه. اگر لو فعلوا میگه، یعنی که میگه اگر که اونو انجام بکنن بعد مشرک میشوند. ما میگیم که نه، اهل سنت و جماعت میگن نه. اگر که همین عقیده رو کسی داشته باشه خودش مرشد عقیده شرکی هست. این انسان عقیده شرکی با تکرار میکنیم، گرچه که عمل انجام نتیه. مثلا انسانی پیدا بشه و بگه که نمی قبر برای ما شفا میکنه، نه که قبر طلب شفا نمیکنه، پس هم اعتقاد داره، ما میگیم این عقیده شرکی است. اما انسان میگه که تو انجام نتیه یعنی مشرک نمیشه. این به حد خطره. بارک الله فیکم. انا کو بفرمایید با دروغ را نسبت به دروغ را با جواب میتونید بفرمایید. بسم الله. از این موضوع برآمدنی نیست، برای اینکه غیر از این موضوع در کوزه دیگر چیزی نیست. اما میگویم که البته ما قاعده علمی حدیثی که امام بخاری ذکر کردن بیان کردیم، حجت به تکرار نیست. سخنهای علما را ذکر کردیم، حجت به تکرار نیست. لیکن این جاهله که جهمی رو میبینیم که فقط میگوید که والله برادرها این دروغ میگوید، والله دروغ میگه، گوش بکنین دروغ میگه، کتاب کنی، صفحه کنی، قول علما کنی، فقط قسم خوری اومدی تو اینجا بنزد من. این چی هستین؟ این بحث قسم خوری نیست، بحث علم است. یگان صفحه یگان کتاب تا به حال ذکر نکرد. بعد از این میگوید که من ده ها حدیث رو از بخاری میارم که سنن ابن ابی سینا روایت کرده است. دروغ است. ده ها حدیث وجود ندارد، دو حدیث وجود دارد، از این زیاده وجود ندارد، آورده نمیتواند. ما این مسئله را بیان کردیم که مقرون چی است. لیکن ادب و علمی که بشی لا يدل على عدم هذا الشيء. ندانستن تو یک چیز رو دلالت نمیکرد که این چیز نیست. تو بیچاره نمیدونی، لیکن کسایی که به این چیز مشغول هستند، از این چیز باخبر هستند، اهل حدیث باخبر هستند. اما میگوید که برادر سخت اهمیت بدید که این میگه دوم میگه. ما اولا باید فهمیم که حدیث وقت لیثی که اینجا از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند خاص از درخت. اولا این قسم از سخن علما بود. قسم از علما زیاد اهل سنت میگن که حدیثی که در حدیث همین ذات انوات است، اگر این صحیح گویم هم این دلالت به شرک اصغر میکنه، نه به شرک اکبر. زیرا که آنها نگفتند که همین درخت به ما نصرت بدهد، بلکه آنها گفتند که ای پیامبر انا همین درخت رو به ما مبارک قرار بده، مبارک قرار بده. پیامبر اگر گویند که بله این درخت مبارک است، به مانند حجر الاسود، حجر الاسود مبارک است یا نیست؟ بله، پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادند از جانب الله وحی آمد که مبارک است. وقتی حج رفتی بوسه میکنی، سلام میدی و غیره. رکن الیمانی است، حجر الاسود است، این جایی که مبارک است. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتند که این درخت مبارک است، باکی ندارد. اما پیامبر صلی الله علیه و آله من کردن، گفتن این مبارک نیست. اصل طلبی صحابه ها رو اگر ما بگیم که حدیث صحیح است، گپ درباره شرک اکبر نمیره، شرک اصغر میره. اما بعضی از علما رو سخنشون رو ذکر کردیم. اما بعد از اینکه اینها صحابه ها رو به همین چیز گفتن که صدها صحابه جاهل بودند و مشرک شدند، اما پیامبر جهل عذر داد با یک حدیث ضعیفی که علما ضعیفش کردند، یگون شاهدی ندارد و غیره و غیره. این جاهل دیگر هیچ چیزی ندارد. اما ما منهج قاعدوی سلفی رو می‌آوریم که سلف صالح در یک شخص معین میگفتند که هرگز در یک شخص لا اله الا الله، ایمان و اسلام با همراهی کفر اکبر و شرک اکبر جمع نمی‌شود. سخن امام شافعی رو به شما ذکر کردیم؟ بله ذکر کردیم. ماوردی رو ذکر کردیم؟ ذکر کردیم. ابن جریر الطبری رو ذکر کردیم؟ ذکر کردیم. صفحه کتاب رو به شما بیان کردیم؟ نظر کن مختصر مزنی مجله 8 نگفتیم. الحاوی الكبیر مجله 9 صفحه 305 و 1525. التفسیر فی معالم الدین ابن جریر الطبری صفحه 171 نظر بکنید.
که چگونه در مسئله عذر بالجهل رد بزنند. الرد علی اهل البدع و تبیین اصول السنه صفحه 24 و 25 تمام مذهب سلف ذکر کرده است. لیکن این جهلای جهمی مشرکین بگویند که کدام نفر یک نفر از سلف گفته باشد که شرک اکبر و کفر اکبر با توحید و با ایمان در یک جا جمع می شود و کسی که شرک اکبر دارد این در ملت ابراهیم است و در کفر به طاغوت وجود دارد. بسم الله جواب بده. خب تولیل باز سبحان الله من دهم بار من نمیدونم اختا 20 بار رفتم 3 دقیقه منم صحبت کردم زود منو بکشتم گفتم بالا گفتم وقت تموم نمیدونم بزن زوکا بزن میخوام تماشی بزن زوکا گوش کنین برادران من حدیثا هم میخونم یکمین دروغ جواب میدیم که بخاری دو حدیث گفت یا که بخاری و مسلم دو حدیث آوردگیان گفت من اسنادو را میخونم گوش کنین که در اینجا دو تا میشه یا 3 تا یا 4 تا یا 5 تا شما چلی کدوم قطعی صحبت کنین که من دروغ را اسمو بکنم میگه که ای حدیث بر اومدنی نیست والله میگم اجماع از ذکر میکنم ابن حزم میارم قولش میارم اجماعش میارم که در این مسئله اجماع اما خوارجو خطا کردگیان یکی پروس ما اول همین مسئله را بود کنم همین حدیثا بعد با مسئله دیگر هم میگذرم این دروغ را نسبت همین حدیث تمام کنم بعدا با دیگر حدیثا را و دیگر اجماع را میارم ان شاء الله جوابش میدم گوش کنین نکو اگر وقت من باشید خود رو ما بزنن که برای که من نگاه نمیکنم. خب که بخاری رحمه الله در کتاب صحیحش میگه که قال البخاري رحمه الله حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن ابي سنان الدولي حديث طبخ شمیروان یکم حدیث که سنان بن ابي سنان را بخاری رحمه الله ذکر کرده این جاهلایی که مثلا روایت میکنن راوی که در صحیح بخاری مسلم اومده نو ضعیف شدن تدریبش میکنن دیم حدیثا گوش کنین بخاری رحمه الله در کتاب سرش ذکر میکنم حدیث را روایت میکنم ای با طریق ابن شهاب الزهري رحمه الله ای سنان ابن ابي سنان ای عن سنان ابن ابي سنان الدولي ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدركتهم الفاء الى اخره الى اخره و حدیث دروج بدا ولی حدیث میگه که لا طيره و لا عدو میگه این دیگه حدیثه این حدیث نمیدونه که سنان ابن ابي سنان روایت کرده است در دوام میتیم دوامش میریم بخاری پور رحمه الله میگه که حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن ابي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم در جناب ورنا گفت و ابو سلمة در جناب گفت و ابو سلمة حدیث دوام شده میره دیگر حدیث شما انگشتتون حدیث کنین که دروغ گفت دو بخاری تو حدیث دو روایت کرده این خود که میگه میگه میرم و هیچ کس نمیخواش یک بار دیگر من سخون صدا به من خوب نامد یک بار دیگر بخون اول صدا بعد در ضبط شروع میاد بخاری رحمه الله در دیگر حدیث میگه که حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال الى اخره باردامش میگه حدیث 5775 عن الزهري میگه قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي بخاری رحمه الله در جامعه میگه ذکر کرد داوود ابو میرن مسلم رحمه الله در کتاب صحیح ذکر میکنه مسلم رحمه الله چه میگه وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمن عن شعيب بن الزهري قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي انا من سنان بن ابي سنان داوود میتیم بو چون حدیث شد دروغ میگن والله اندین اسناد را ذکر میکنه بو میگه مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر اوکی وایس وقتت بوشید بخشش به استادم بهترین بسم الله. اما بعد معروف است حدیث سی بخاری که حدیث سی بخاری اصل دارد و مکرر می آید لیکن این جهالات تکرار به تکرار آمدن یک حدیث را بیخبرند. یک حدیث رو امام بخاری که هم محدث و هم فقیه که بودند یک حدیث رو در همین کتاب صحیحشون اگر یک مرتبه ذکر کنند در یک باب مثلا همین حدیث رو میشد که از جای دیگر حجت به دیگر بود. برای همین کتاب اصل کتاب امام بخاری مثلا غفصه که زیاده از قریب بر رقمش 7000 میره لیکن اصلش حدیث زیاده از 2500 بالاتر است، یعنی رقمای البته معینش وجود دارد. یعنی حدیث یک حدیث مکرر در یک چند جا ذکر شدنش ممکن است. یک حدیث میشود که 10 مرتبه در کتاب صحیح بخاری
روایت شود. لیکن این بیچاره ها حدیثی که گشته و گشته تکرار می شود همینه به ما ذکر کرده است. لیکن اصل این حدیث دو سه تا است، ده ها تا نه هزار زور زنی هم از سه تا بالا نمی روی. دیدی خدا دیدی عذر همه زوره که زدی سه چهار تا بالا نمی روی. برای که سه چهار تا هم تکرارا میاد دو سه تاش. سند خونده استی دوام حدیث نمیخونی، سند خون دوام حدیث کامل خون. این حدیث تکرار آمدگی است بیچاره. ولی نمیفهمی که در صحیح بخاری امام بخاری حدیث ها رو حجت میگیرند، در یک جا یک بار در یک جای دیگر با میورند، مکررن میوردند. باز روایت میورد که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگن که و اذا كان من قول السلف، و اگر از قول سلف این باشد که ان الانسان يكون في ایمان و نفاق وكذلك في قول انه يكون في ایمان و کفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن المله. از قول سلف همین است که گفتند در یک انسان ایمان و نفاق در یک جا جمع شدنش ممکن است، نفاق اکبر نباشد. و این چنین و كذلك في قول، و این چنین از قول سلف این است که در یک انسان ایمان و کفر جمع می شود. گفتند این قول سلف گفتند، لیکن گفتند نمیشه ليس هو الكفر الذي ينقل عن المله. این همان کفر نیست که انسان رو از ملت بیرون میکند. یعنی کفر اکبر و شرک اکبر وقتی که به یک انسان آمد ایمانش قطعی ایمان جمع نمی شود، ایمان رو نابود میکند. این منهج سلف صالح بود. این نمیشه منهج میگن. خیلی که در جای دیگر ابن تیمیه رحمه الله میگن و تمام هذا ان الانسان قد يكون فيه شعبه من شعب الايمان و شعبه من شعب النفاق. در یک انسان شعبه از شعبه ایمان میشد و شعبه از شعبه نفاق میشد. قد يكون مسلما و فيه كفر دون الكفر الذي در یک انسان مسلمان در بعض حالات کفر میشد، اما کفر دون الكفر است، اونی که از ملت اسلام بالکلی خارج نمیکند، یعنی کفر اصغر. اما در بعض حالات به انسان مسلمان کفر میآید، گفتند الذي ينقل عن الاسلام بالکلی، از اسلام بالکلی خارج میکرد. یعنی کفر اکبر و شرک اکبر وقتی که به مسلمان آمد، مسلمان کرد کافر شد. بله تمام. خب الحمدلله دایی برای حدیث برای شد برای مردم الحمدلله دایی موضوع انا کجا بحث میکنیم. موضوع بو حدیث من واسه که وقتی که گفتم برادرها که شرط من همینه که ان شاء الله هر وقتی که صحبت میشود شرط من همینه که وقت معین شد حدیث قرآن سنت مثلا حدیث سنت صحیح گفتم شرط آوردم صحیح باشه، ضعیف هیچ وقت من نمیارم ان شاء الله. و قول سلف صالح گفتم، قول سلف صالح با کتابش ان شاء الله حدیث خیلی که رقمش خیلی گفتم قول سلف صالح با کتابش میاریم ان شاء الله. چند قدر که سلف صالح قول پیشینه باشه هم قدر خوبه. موضوع رو معین میکنم با باری دیگه. موضوع اینه که در کفر معین باشه. کفر عام در من صحبت ندارم برادر، خوب بفهمید موضوع را. من گفتم در کفر عام شک نیست در این مسئله تمام. کفر معین انسانی که میآید به نام زید شرک اکبر هم میکنه واحد بود، آیا همین انسان ما بدون مثلا بدون اونه که بلاغه با حجت رسیدگی باشه برای او را تکفیرش میکنیم یا نمیکنیم؟ در این باره صحبت میکنیم، از سلف سر میکنیم تا زمانی علمای خودمون میایم که علمایی که اوریجو دلیل میگیرن دروغ میگن نسبتشون اونا رو ناموش نمیگیریم. فقط شما صبر داشته باشین، خب این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذاریم. حدیث در صحیح مسلم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میشود. او حدیثی پیشینه شما مثلا اسناد چه میدونید، اما این حدیث اسناد چه از جد نمیدونم اسناد چه، چون که حدیث اسناد چه حجت نداره برای ذکر کردن. به خاطر چی؟ به خاطر حدیث در صحیح مسلم در حدیث شک نیست در صحت بودنش. حدیث در صحیح مسلم مرد بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک انسانی بود که یکی از صفات الله سبحانه و تعالی را ولی میگه که با صفات ولی در موضوع بسیار صحبت نروازی گوش کنید، فقط کلمه به کلمه گوش کنید. صفات الله سبحانه و تعالی شک داشت در قدرت الله سبحانه و تعالی و انسانی که در قدرت الله شک میکنه این انسان مشرک است. هر کسی که در قدرت الله سبحانه و تعالی شک میکنه این مشرک است. البته گفتی اومای وقتی کفر تکفیر معین شد دیگر خطا میگیره. گفتن هر کسی که در البته این شرک ربوبیت قدرت الله سبحانه و تعالی در کسی اگر شک بکنه که الله سبحانه و تعالی بارش نمیگردونه دوباره با نمیخیزونش این انسان چیکار میکنه؟ ما مشرک میگیم، شرک اکبر کرده میگیمش. و اگر صدقش من از او مبزن چون که من ایمان ندارم دیگر رسیدم نمیره برای که ذوق را خاموش کنه هر وقت. خب
حدیث در صحیح مسلم این انسان وقتی که شک میکنه در قدرت الله سبحانه به خاطر جهلش به خاطر نمیدونستگیش بعدا وقتی که میمیره بعد از مردنش الله سبحانه و تعالی را میبخشه و مقصد از به خاطر که همین انسان جهل داشتنش و در دوام حدیث میگه که ترسید همین کار را بعدا کرد یعنی که انسانی که میکنه البته انسانی که علم داره هیچ وقت کارو نمیکنه چون که تو بدونی خب بیا صحبت کنیم بود عبارت صحبت بسو میروان ان شاء الله حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم با قولی بله بسم الله انا کنون ما چرا بعد از اینکه حدیث ضعیف آورده این رو باطل کردیم و سخن امام بخاری رو ذکر کردیم که منهج امام بخاری همین بود که یک حدیثی رو مقرون ذکر کنند این دلالت میکرد که صاحب این حدیث رو ثقه نمیگفتند این منهج حدیثی رو بیان کردیم و خلاصه قول در این حدیث همین است که ضعیف است اگر ضعیف نگویم هم معنای شرک اکبر نیست شرک اصغر است حالا که شرک اصغر رو هم نکردن فقط سوال کردن اگر ضعیف نگویم هم تشبیه است یعنی گناه کبیره بود صحابه ها واقد اللیثی اهل بدر بودن جاهل در مدت 9 سال شرک رو نفهمیدن مگر واقد اللیثی رو وایس گفتن یک نفر دوسه عذری های جهمی اومده جاهل گفته شدن و چخیلی که طعنه به یوسف علیه السلام هم زده یوسف رو هم در مسئله حکم اعوذ بالله در زیر اطاعت یک کافر میگن این بالاخره همین است که طعنه به صحابه زدن حدیث ضعیف برآمد و یا در بالاش علما حدیث رو اختلاف کردن حجت نیست از این عبارت که ذره این حدیث حجت نیست هر یک دلیلی که در بالای و احتمال وجود دارد بطل به الاستدلال قاعده اصولی است لیکن وقتی که یک کس فضل علم نمیداند قاعده اصولی را نمیداند منهج اصول اهل سنت نمیداند و این چیزها به اهمیت نمیتد و گپای کوچگی میکند بار دیگر حاضر گپ زد یگون گپی من سند نمیگویم سند این است سند اون است تو سند میگویی نمیگویی گپ کم کن دلیل بیار حدیث عربی که چرا نمیگویی تو حاضر مردم دیدید که یگون مراتب حدیث عربی که آورده باشد یگون قول علمای صافیش که عربی که آورده باشد نه برای که میمیرد اگر بیارد چخیلی که مرا در قرائت گرفت به قرائتش میگیرم چخیلی که نمیتونم صفحه گرفت کتاب در را میبینیم که وجود ندارد از این طرف اون طرف میکشند همیشه ما میگیریم برای اینها فقط ای مردم قسم به الله باور کنین گپ ما نمین راست است حدیث اول به بخیرش ضعیف شد لیکن حدیث دومی که میگه بله وجود دارد در نزد ما در کتاب کشف شبهاتی که اینجا وجود دارد این دومین شبهه این عذری های جهمی ها هست که یک مرد رو میارند و بالاخره این حدیث این آدم موحد بود ما به دیگر حدیث اینا ثابت میکنیم به روایت امام احمد این آدم موحد بود فقط یک جزء از جزء صفات به نکاملی قدرت به جزء از جزء قدرت به که شک کرد البته که این مسئله بزرگ است لیکن اصل توحید داشت نه کامل قدرت به و کسی که یک صفتی که اصل دین باشد هم اگر جزء از جزء او باشد کامل نباشد معروف است ما جدا کردنمون که دین ما اصل دارد و فرع دارد این مسئله فروعی بود این انسان موحد بود اما گناهی زیاد کرده بود که اینها موحد مشرک میگن بمانند خوارج خیلی که صحابه های حاضر میگن که همشون مشرک شدند پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها جهل عذر دادن صحابه ها را تکفیر کرده شده است که 1000 قریب نفر یا کمتر از این نفر صحابه ها مشرک شدند و یکی از این مشرک ها کی بود این میگه که اویس جاهلی جهم میگه که یکی از اینها واقد اللیثی بود اهل بدر مشرک گفته شده است اعوذ بالله من ذلک خیلی طاهر وقت بود چیزی نگو من ده باشه گفتم صدای منم بزن صدای من بزن خاموش کن دمو صدقات خاموش کن خب بسم الله الرحمن الرحیم تو بعد ایروا درباره یکمی شبهه که آورده که با گویا مثلا صحابی‌ها را مشرک گفته باشه هرگز کلا و حشا والله میگم کلا و حشا این مسند امام احمد ابن حنبل روایتی که میگن که ما از ما با موحد گفته که ما موحدش میگیم ما این کارا میکنیم ما موحد میگیم اما میگه که هر کسی که همین عملی امیر انجام میده و علم برای او را نساگه او را موحد میگیم چون که انسان در قدرت الله سبحانه و تعالی شک کرد و جای قول سلف رو میوریم ان شاء الله قول علما که در شرح حدیث گفتن که شک کرده این قولی فکری من نیست میورم ان شاء الله فکری من نه حدیث خب ما صحابیان میگیم که برادرو جهل در همه هست جهل در همه صحابیان هست صحابیان یا برابرش مشرک بودن شرک می‌ورزیدن توبه کردن اومدن قبول کردن اسلام بعد از قبول کردنشون اشتباهات بزرگ داشتن خیلی کمی اومدن گفتن پیامبر الله با ما رسول یک درخت چکن پیامبر صلی الله علیه و آله در شرک شونگاش چی گفت سبحان الله گفت که در دیگر روایت میگه که الله اکبر
یعنی که الله سبحانه و تعالی را ذکر میکنه به خودی شرک کردن که این خیلی معلوم میویان که ابوبکر رضی الله عنه در یک مسئله جهل داشت، در یک مسئله جهل یعنی که نمیدونست همون علمی همون چیزا اومد با قول دیگر صحابی قبول کرد و عمل کرد. که عمر رضی الله عنه در نزدش وقتی که یک صحابی درش تق تق میکنه نمیدونست حدیثی که استئذان عمر رضی الله عنه نمیدونست که بعد یکی فهمید قبول کرد. یعنی که جهل در همه هست، جهل شک نیست. بعدا صحابی اون مختن فهمیدن توبه کردن نکردن این کارا هرگز نکردن. خب این شبهه یک ما جواب داره. شبهه اینه که یگان بار دیدید که شما این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله خونده باشد. والله من گفتم که برادرم من یگان خیلی تئوری ندیدم، من یگان خیلی پیش کتابا خیلی خبر نچیدم، لیکن من میخونم ان شاء الله متن حدیثه. شما گوش کنید، من حدیثه چخیل میخونم، میخوام که من حدیث ما یعنی که خطاگی سو کنید بعد ضبط میبرم ان شاء الله طالب علم میفهمن که من در کجا خطا کردم یا نکردم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخاری رحمه الله را روایت میکنه، امام مسلم هم رحمه الله روایت میکنه، حدیث متفق علیه. یکی از اسناد شما میخونم گوش کنید. بخاری رحمه الله در کتاب صحیحش میگه که قال الامام البخاري رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. فوالله ذروني هم شود، ذروني هم شود، در اینجا ذرونی اومده به تشدید اومده في الريح. فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه فيك بروجك وخذيرك الأرض والناس فعلت. بفرمایید حدیث ما تنشا خوندم. بارك الله فيكم برادر عزیز اهل توحید. بالاخره باز گپ در حاشیه هست، حالا هم گپ به نقطه نآمده است. سخنهای این ببینید همین خیلی به حاشیه رفته شده است و این میگه که بله صحابه ها مشرک شده بودن. میگه بله صحابه ها پیش از اسلام مشرک بودن. میگه ای جاهل، صحابه ها پیش از اسلام مشرک بودند لیکن توبه کردند و آمدند مسلمان شدند. مگر شما عذری ها نمیگین که کسی که مسلمان رو مشرک باید خوارج است؟ مسلمان رو میگید اگر صحابه رو کسی مشرک باید چی میشود؟ اون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن در حدیث صحیح اومده است که من دعا رجلا بالکفر او عدو الله فلیس كذلك الا حار علی، و اصل این حدیث در بخاری مسلم هست. با خودش کسی که کسی رو مشرک گفت مشرک نباشد به خودش باز میگردد. به خاطر دفاع کردن مشرکین که امروز صوفی رافضه هست، اینا میگن که رافضه ها عامه‌اش مسلمان است و غیره، صوفی ها عامه قبوریش مسلمان است و غیره. لیکن صحابه ها رو یکی از اینها بدری رو میدونید پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق صحابه هایی که اهل بدر بودند چی گفتند؟ اینها گفتند الله سبحانه و تعالی همون منزله و درجه دادش که گناه به اینها ضرر نمیکنه. یعنی الله اینها را، علما در شرح میگن که الله اینها را همون قدر حفظ کرده است که تا آخر عمر بریده و کفر شرک اکبر گرفتار نمیشن. لیکن سبحان الله ابی واقد اللیثی رو میگه که ابو واقد اللیثی کسی که در جنگ بدر شرکت کرده بود، بعد از این 8 سال زندگی کرد یا 7 سال زندگی کرد، بعد از این فتح مکه شد. یعنی 10 ساله صحابه رو میگه که 10 سال در پهلوی پیامبر گشتگی میگه، جاهل بود میگه، نمیفهمید شرک، مشرک شد. میگه چی مشکلی داره؟ میگه اناکنون برادر عزیزم کی خوارج است؟ ما را اینها میگن که خوارج است. برای همین ما در قول‌هایمون پیشتر میگفتیم که انمین عذری ها از سبب تکفیر کردن صحابه ها و پیامبر صلی الله علیه و سلم که یوسف علیه السلام و آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم میراد خوارج هستند. از سبب اینکه با مشرکان دفاع میکنن جهمی هستند. یک چیزی که پیشتر نبود پیدا کردن، از یک جهت جهمی، از یک جهت خوارج. صحابه را تکفیر کرده است به با مشکلی. لیکن وقتی که صوفی که شرک اکبر کرد بچه‌ش بعد ببینی میگه که لا تو خوارج هستی. خوارج مرام انا بی ادبی خوارجی تحقیر صحابه و تکفیر صحابه و یگان حجت نیست. همه گدیش گپ نشودم میگیرم. کنی کدام علما گفت ای جهمی یک علما را بیار که گفته باشد که صحابه هایی که در همین ذات الانوار بودند همشون مشرک شدند؟ از سلف باشد، از متقدمین باشد، از علمای جهمیت بیار، از ربیع المدخلی بیار که گفته باشد که همین ذات الانوار 1000 نفر صحابه مشرک شدند لیکن پیامبر اینها را جهل عذر گفته مسلمان گفتند. کنی بیار از تمامی متقدمین، از جن کمک بگیر، از کسی کمک میگیری بگیر، بیار. نمیتونی.
محمد بیار همین قابل تو از هوا میگویی، از کجا میگویی؟ که خب زوکا توی من 20 برشی بسیستم زوکا بزن وقت تماشید نگفته قمته. خب یک میشو ها باوری پیجستگه یک کتابی که ذکر میکنه کتابو اینا رو ما میدونم براتون میگم کشف الشبهات میگه این کتاب خالد المردیه یکی ای خلو کردن شمی تکفیری و خوریجی و همین چیزا استاداشون این کتابش نام میگیره همون کتاب خالد المردی میگنش بسیار این کتابو رو نموش انا میگه این بعضی سونا نموش به عربی میگه خب میگه که برای علامه زمانم اما یک علی میاسه که در زمان خمونای اهل علم یک به حد غلو کردن یعنی یک مثلا من در مثلا ربی میگه استاد ربی بیار دروغه این تهمت ما ربی مدخلی به زور ما عقیده شون ما همون چیزاشون ربیه شون دروغه والله من به زورم مدخلی من به زورم دروغ میگم شیطانی و تهمت نسبت من شید ایدیم شبهه جوابه سیم شبهه اینه که میگم صحابی را ما مشرک گفته والله این حرمتی ما صحابی را ما داشت جرأت نمیکنیم زبان کی بگه که مشرکان والله هرگز نمیگیم بلکه صحابی را ما میگیم که جهل داشتن و سبب همین جهل عملشون شرکی بود اما خودشون مشرک نگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم عملشون شرکیه تا عملشون گفت که عمل تو رنگ عملی قومی موسی وقتی گفتن که با ما هم یک خدای دیگه بسوز رنگ هم خدا دوران کو یکلا منم خیلی ما هم خدا کی بیاد خب مثلا جهل صحابی را براتون میگم که بسیار چیزا است که نمیدونستم اونو میومختن نمیشه ها انسان باشی وقتی ما پروردگار نمیبینیم روز قیامت این عقیده جزیره ما میبینیم عقیده اهل سنت و الجماعت اینه که ما پروردگارمون میبینیم یک صحابیون نمیدونستن یک خیرش میچیزن نگاه کنین چی میگه حدیث در صحیح بخاری و مسلم میگه که ابو هریره رضی الله عنه میگه که صحابیون جمع شدن که رسول الله صلی الله علیه و آله و گفتن که یا رسول الله هل نرى ربنا یوم القیامه ای رسول الله او ما پروردگارمون میبینیم روز قیامت این صحابیون نمیدونستن یک تعلیم میگرفتن پیامبر اصلا نگفت که شما خوارجین شما تکفیرین شما مثل مرجئین شما کافرین شما دیگر نه آموزون چون فهمون چون پیام میخواد کرد بعدا چی گفتن پیامبر صلی الله علیه و تعلیم بهتری نداد چون چی تعلیم داد هل تمارون فی القمر لیلة البدر لیس دونه سحابون آیا مقصد میگه که شما شک نکنید در شبی که تماما ابر نباشه یعنی که هوای صاف باشه مقصد مختار میبینید که انا میخوام که شما مختار میبینین الله سبحانه و تعالی را شما میبینین یعنی به شک شبهه داخل آموزون چون نمیگه که حتی کافر هستی حتی مشرک هستی مرتد هستی خبیث هستی این نگفت چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بلکه تعلیم شون داد آموزون چون فهمون چون این یعنی عقیده اهل سنت و جماعت حدیث دیگه هم قبول کردیم و من قول مثلا بخونم که ابن تیمیه رحمه الله درباره گپ چی میگن ابن تیمیه رحمه الله که انسان اصلا شک میکنه در قدرت الله سبحانه و تعالی گفتیم وقتی که انسان در قدرت الله شک میکنه البته ما گفتیم که چیه عمل شرک در ربوبیت الله سبحانه و تعالی خوشی در بفرمایید الله هدایت کنه توهیر احسن همین عدل روایت کردستی احسن اما بعد باز گپ از موضوع بیرون باز حجت نیست باز کتاب نیست باز همین من راست میگم و این اون اما بعد در مسئله این که ما صحابه ها رو احترام میکنیم میگه و بعد از این میگه که ابوالوقد لیثی که جنگ بدر به اشتراک کردن و پیامبر صلی الله علیه و آله اینها رو تزکیه دادن الله اینها رو تزکیه داد و این رو میگه که بله جاهل بودن اینها به شرک اکبر واقع شدن مشرک شدن میگه انا کل گپ در همین جا که گپ در انا همین جا است که صحابه که 10 سال همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بودن یک در شاگرد پیامبر صلی الله علیه و آله بودن همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بودن مگر شرک اکبر رو نفهمیدند این میگه که نفهمیدند حالا که این اصل دین است لیکن این دلیل میبرد که بله صحابه جاهل بودند دلیل میبرد حدیثی که بله حدیث است که در مسئله دیدن رؤیه هست دیدن الله سبحانه و تعالی در روز قیامت است هل نرى ربنا آیا الله سبحانه و تعالی رو ربمون رو میبینیم پیامبر صلی الله علیه و آله بیان میگن که بله شما میبینید چه که محتاب شب 14 رو میبینید هیچ چیز پیش شما رو بند کردن نمیتواند آیا مسئله شرک اکبر ظاهر و مسئله کفر اکبر ظاهر اصل دین و صفت رؤیه یکی از بگویم دیده شدن الله سبحانه و تعالی یکی از صفاتایی که صفتی مثلا وجه الله عین الله یا که دیده شدن الله که این یک مسئله هست آیا برابر اصل دین است نیست این برابر نیست برای همین میگیریم که حالا در آینده هم این جهمی و دیگر جهلا منهج جهمی و همین است که
در مسئله عذر بالجهل سخن ابن حزم که اصلا در ابن حزم البته سلف هم نیست و غیر سخنهای علما را برای عقیده او ذکر میکنیم، بالاخره میآورد در باب صفات میآورد، در باب یک صفت. حاضر باب یک صفت رو آورده، مسئله کفر اکبر و شرک اکبر رو بیان کرده است. مسئله شرک اکبر رابطه به لا اله الا الله دارد، مستقیم رابطه به لا اله الا الله. شرک اکبر انجام دادنش این ندانستن لا اله الا الله است. اما اگر به ناگاه بگیم که یک از دیدن الله نفهمید، این مسئله از مسئله غیبیات است، این به لا اله الا الله ربط ندارد. اینا نمیفهمند، اینها نمیفهمند که اصل دین چی است و به لا اله الا الله راست مسئله توحید و مسئله شرک رابطه دارد. کفر به طاغوت ترک کردن شرک است. لا اله الحق نیست معبودی بر حق، یعنی ترک کردن الهی حق. چگل می شود که صحابه عرب شاگرد رسول الله 10 سال لا اله الا الله تعلیم گرفت و بعد از این رفت و با درخت پرستیدن میخواهد به گفت این، و این مثال میارد که صحابه بله جاهل بودن میگوید و بالاخره یک مسئله صفت به مسئله لا اله الا الله آورده پیوست میکرد که این جهالت است و این مذهب جهمی است و این بله تکفیر صحابه به معال است. منهج سلف همین بود، به معال. مذهب جبری ها، مذهب قدریه ها، مذهب همین کلام الله مخلوق گفته ها را به معال تکفیر کردن، یعنی نتیجه سخنش تکفیر صحابه است. بله یگون جای گریزه نداره. الله سبحانه و تعالی اخذهم الله که صحابه ها رو تحقیر میکنن به خاطر دفاع مشرکین. بخشش تمام. خب در این موضوع گفتیم که اصلا حدیث که ما الحمدلله اثبات کردیم گذاشتیم رفتیم دیگه صحبتی رو تموم شد. حدیث دیم در رفته است. روز حدیث دیم هم صحبت میکنیم. باید با قولی صاحب سالم میگذارم که اجماع دا چی میگم، گوش کنید چی میگم نکن. در مسئله این حدیث شرح شده، در شرح همین حدیث ابن تیمیه رحمه الله میگه که فهذا الرجل ظن ان الله لا يقدر عليه اذا تفرق هذا التفرق فظن انه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر. نیوکش میگم ابن تیمیه رحمه الله بیان کرده است که کفر اکبر این انسان که همین عملش کفر اکبره. خودش موحد البته، ما میگیم که به خاطر جهلش جاهل بود. ابن تیمیه رحمه الله میگه نمیدونست، میگه شک کرده قدرت الله سبحانه و تعالی. همین خیلیگا انسانایی که در شرک اکبر مثال خیلی کمی در شرک ربوبیه شرک ورزید به خاطر جهل بودنش، الله سبحانه و تعالی میگه بخشیدش. یکی به خاطر نگاه که در دوام میگه چی میگم من گپ شو بخونم، لکنه کان مع ایمانی بالله و ایمانی بامره و خشیته منه جاهلا بذلك. میگه جاهل بود، ایمان داشت، موحد بود، میگه جاهل بود، میگه جهل داشت. انسانی معین در من گپ دادستم، اما گپایی که نام میارن کفر عامه برادر. من گفتم میلیون بار شما باید دقت گوش کنید، واجب معین در گپ دادستیم. همین انسانی که نمیکار از انجام داده است، پیامبر صلی الله علیه و آله میره عذر داد و الله سبحانه و تعالی عذر داد و اینا تکفیر نکردن، مشرک شدن نگفتن و داخل جنت ان شاء الله دو شک نیست. حدیث اومده و میگه که ابن تیمیه رحمه الله اما میگه كان جاهلا بذلك ضالا هم راشد کی بود روشه گم شده کی کرده بود فغفر الله له ذلك والله سبحانه وتعالى را بخش میگه. و الحديث ابن تیمیه رحمه الله با میگه کتاب نگفت کنی صفحه کنی کتاب مجموع الفتاوی مجلد 11 صفحه 409 به شکل کتاب شو بگیم که بعدا با خلوش شو میگه. بعد ابن تیمیه رحمه الله در دامش میگه که والحديث صريح في ان الرجل طمع ان لا يعيده اذا فعل ذلك. این حدیث صریح مشکور بیانه که انسان و فکر گمانش همین بود که اگر که ببره دیگه بارش نمیگردونه. میگه و ادنى هذا ان يكون شكا في المعاد وذلك كفر. میگه شک میگه در کفر الله در چیزی دوباره برگردوندن کفر. میگه اذا قامت حجه النبوه على منکره حکم بکفره. که میگه کفر کرده میشه و تکفیر معین کرده میشه و امر میگه وقتی که قامت حجت میشه و بولش برای او در مکاری که کفرش انجام داده بعداً تکفیر کرده میشه. و این قول سلف صالح درباره انسان کفر معین که همین انسان در شرک ربوبیه داشت و شک داشت، نه که جهل داشت، برای خاطر عذر دادن. و ابن حزم مجمع 3 دقیقه هم تمام میشه و ابن حزم بعد برای صحبت میکنه. ابن حزم چی گفته گیاه و ابن حزم رو میگه ان شاء الله. بله مفهوم شد. حاضر وقتی من است؟ بله. اما بعد در مسئله حدیثی که دومین حدیثی که آورد، یکمین حدیث ذات آورد از همه جانب فهمیدید که یگان حجتی نیست. اگر صحیح گویم هم حجت نیست، ضعیف گویم هم حجت نیست، یگان جانم.
بعد از این با گپای بیکوره که بعد از این گفت، لیکن بالاخره حدیث به داخل شد. حدیث در حقیقت متفق علیه است، یعنی این لفظ در حدیث بخاری و مسلم وجود دارد، لیکن فهمی که جهمی ها میفهمند و فهمی که خوارج ها میفهمند و فهمی که اهل سنت و جماعت میفهمند از هم دیگر جدا است. خوارج ها آمدند حتی امام بخاری و مسلم رو هم به خاطر این حدیث تکفیر کردند و این حدیث را ضعیف تر روایت کنندش هم تکفیر کردند و جهمی ها آمدند و به خاطر این حدیث مشرک را مسلمان گفتند. لیکن اهل سنت و جماعت گفتند که نه، ما یک حدیث نه، دیگر حدیث رو هم میبینیم، قول علمای اهل سنت رو و مجتهدین رو نظر میگیریم. از سلف تا امروز که کدام کس گفته است که همین آدم مشرک مرد، لیکن الله او را عذر داد. اولا یک بار دیگر میگیم که کدام نفر یک نفر از سلف صالح یا از علمای متقدمین یا علمای لجنه میگوی یا علمایی که حاضر هستند هست گفته باشد که از علمای اهل سنت حدیث ذات و انواع دلالت میکند که همه صحابه ها مشرک شدند، همونجا بوده، همین سوال رو کرده، پیامبر جهل رو عذر گفتند و اونها را تکفیر نکردند. کی گفتم این گپ غیر از تو و عذری های جاهلیه که مشرکین هستند؟ بعد از این قبل ذکر کن که غیر از خودت و کدام عالم انا همین حدیث مردی رو که به فرزندانش امر کرد که مرا بسوزانید متفق علیه، کدام نفر یک نفر از علما گفت که این مرد کافر مرد، این مرد مشرک مرد، لیکن الله سبحانه و تعالی به سبب جهل اینا عذر داد و گفت که هیچ گپ نیست. کدام نفر از علما انا همین خیلی واضح گپ زده است. چخیلی که ما واضح بیان کردیم سخن امام شافعی رو، ماوردی رو و غیره با صدها سخنهای علمای سلف رو ذکر میکنیم که کسی که شرک اکبر کفر اکبر کرده یک شخص معین کافر است. کنی سخن علما فقط سخن خودت نقل میکنی، تو کی هستی در اینجا؟ تو یک نقل کننده باش. سخن ابن تیمیه که نقل کردی اولا درست روایت خواندن تعلیم بگیر، بسیار ما در این عباره ها زیاد نمیریم، موضوع بیرون نمیشیم با که ندارد. حالا با موضوع داخل میشیم که سخن ابن تیمیه رحمه الله در کجایش آمد که این مرد هذا الرجل صار کافرا مرتدا، این مرد کافر شد مرتد شد، لیکن الله به این عذر داد گفته باشن. این خیلی نگفتن. ابن تیمیه در سخنشون در نظر من است. ابن تیمیه این خیلی نگفتن. گفتن که ابن تیمیه گفتن که این مرد مؤمن بود، موحد وفات کرد، لیکن کم بودی که وفات کرد. یک مرد موحدی که اصل ایمان داشت و خیلی گناه وزمی که وفات کرد. من سخن ابابطین در انتصار للموحدین فی انتصار الموحدین که رد به عذرین است میگویم که میخونم که میگن واحتج بعض من يجادل عن المشركين بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته. بعض از کسایی که از نام مشرکین تمام خب گوش کنین که عبدالله ابابطین الله رحمتش کنه اولی دلیل وارد است که از نو مردگی سبحان الله بعد 1400 سال پیامبر صلی الله علیه و آله دنیا گذشته شدن، نه دنیا وفات کرده ولی با اون را میرسیم ان شاء الله. عبدالله ابابطین هم میرسیم ان شاء الله. خب شبهه یک اینه که عباره را من خطا کرده باشم، اگر خطا کرده باشم اصلاح بکن به دلیل به حجت، چون که بعد از لفظ دلیل میبره با طالبان میبره. بعد اون که من اصلاح کردم یگان بار عباره عربی نخونده است، خواهش میکنم عربی قطعی بخونم اون عباره را، عربی را یک خواهش دیگه عربی را بخون. خب بعد مسئله اینه که ابن حزم رحمه الله، ابن حزم این جوهیلان هم میفهمن خوارجا طعنه به علما زدن. ابن حزم سال 456 هجری مردگی، 1000 سال پیش تقریبا وفات کردگی. ابن حزم رحمه الله اشتباه داشت در مسئله صفات، اسما و صفات، خطاگی ها لغویش خوردگی. امام اهل سنت و الجماعت در مسئله ایمان بود، قول سلف صالح، قول علما که نسبت چون گفت این مثال گفتگی که ابن حزم رحمه الله را وزمان دلیلش رو میخونیم که ان شاء الله ابن تیمیه رحمه الله چی میگه در مسئلهش. خب ابن تیمیه رحمه الله میگه که در کتاب الاعتقاد والفقه والمنهج وان كان ابو محمد بن حزم في مسائل الايمان والقدر اقوى من غيره واعلم بالحديث واكثر تعظيما له ولاهله من غيره. عموما میگه که ایمان میدونه، میگه گرچه که در مسئله ایمان ما مسئله ایمان هم صحبت داریم، میگه در مسئله ایمان ابن کثیر رحمه الله امامش میگه، ذهبی هم تعریفش میکنه، دیگر اهل علم هم تعریفش میکنه. اما این جاهلایی که خوارجا بر اومدگن نسبت به علما میزنن، چخیلی که علی ابن المدینی راوی آورد، یک عقیلی در سلف آورد، لو که ابن حزم مرگ گفته است. مثلا ابن حزم میگه که این انسان شک کرد عملش کفر بود، میگه تو اوندا میگه مردنش میگه جاهل بود. ابن تیمیه هم گفت میگه ما نمیگیم که انسان مشرک بود، بلکه ما میگیم موحد بود، عمل شرکی کرد، کفری کرد.
چه که ابن تیمیه رحمه الله گفت عملش گفت کفره، عملش کفر اکبر در شک نیست، یکی به خاطر جهل داشتنش عذر داشت. همین خیلیگا همین انسانایی که در زمان ما علاقه ما چندین بار میلیون بار بیان کرده هستیم که ما عذر نمیتیم به خاطر که انسان در انسان باشه در شرک اکبر ظاهر عذر داده نمیشه، به خاطر که اونها جهلشون جهل اعراض در دیگه مسئله ما صحبت کردیم. ما در اصل مسئله صحبت داریم. خب برای خاطر ابن تیمیه رحمه الله، خب صحبتم بوشید خیلی 3 minut تمام شد که تویر نه 15 سکندی دیگه وقت داریم. المهم که از من قول ابن تیمیه رحمه الله را گفتم ذکرتون کردم که گفت که بعد اقامت حجت اون انسان تکفیر کرده میشه و انسان معین الله اعلم. انا کو گابزن عبدالله بابتین همون عبدالله عالم معاصره الله رحمت و مغفرتش کنه ای سلف صالح گابزن. بالاخره بسم الله بالاخره باز دیدید که در زیر حدیث غیر از قول خودش غیر قول کسی دیگر نگفت. یکی اکبر ابن حزم پرهوز کرد. کنی قول علما در زیر حدیث، قول علما که کدام نفر یک نفر از سلف تا نمی روزی که تو زنده است بیار که گفته باشد که در حدیث ذات و انوات صحابه هایی که همینجا بودن از ابی وقت لیثی سر کرده همشون مشرک شدن، لیکن پیامبر اونها به عذر داده گفتن که شما مسلمانید از سبب جهل، شما جاهلی مسلمانید. یک نفر سخن علما را بیار که انا همین حدیث متفق علیه که مردی که فرزنداش امر کرد به سوزوندن یک عالم اهل سنت و جماعت گفته باشد که انا همین مرد مشرک و کافر مرد به سبب عملش، لیکن الله سبحانه و تعالی به سبب جهل بخشید. سخن بیار نوردی، تو فقط همین قول خودت نقل کردی. الله به کوچه و آدم هم نقل میکند. اینجا اگر تو به کتاب به سند و به نقل علما برآمده باشی طاهر پالیتنگی هم گاو زدن میگیرد. چند روز گاو زده است اینا هیچ نیست. یک اکبر رفت ابن حزم خوارج انت میکند یک طرف ما از تو خوبتر میدونیم ابن حزم. لیکن اولا درباره همین حدیث متفق علیه میگیم که میگویند که علما ان هذا الحديث میگه که عربی نمیخونیم. من عربی خوندسته بودم قول ابو بطین به استودیم. بله ابو بطین رحمه الله میگن که بعضی از کسانی که دفاع میکنند یعنی مجادله از نام مشرکین میکنند واحتج بعض من یجادل عن المشرکین بقصه الذي اوصى اهله ان يحرقوه. بعضی از کسایی که عذری هستند و از نام مجادله از نام مشرکین میکنند همین قصه که این حدیث متفق علیه که این گفت همین آورده حجت میگیرند که گویا که جهل عذر باشد. الا ان مرتكب الكفر جاهلا لا يكفر ولا يكفر الا المعاند. یعنی جاهل کافر نمیشد فقط معاند کافر میشد. گفته به همین حدیث متفق علیه حجت میگیرن. حدیثی که نورد گفته این کی بود از این خلودمو؟ کسایی که از نام مشرکین دفاع کرده به موحدین میجنگند. این میگه که ابو بطین آورد، ابو بطین ما درکش گام میزنیم. ابن حزم کی است؟ ابو بطین کی است؟ بله ابو بطین بعد از به نبیرگان محمد بن الله است، لیکن عقیده دارد، منهج دارد. کدام از علما ابو بطین رو رد است؟ مگر علمای با منهج نمیگیری؟ ابن تیمیه رحمه الله مگر سلف بود؟ بعد از متقدمین همه برابر است و یکسان است. سلف است و متقدمین است، تمام است. کجا میپری؟ ابن حزم گفته سودی مرحمت دیگر علما رو میگیم. ابن حزم هم جدا هم به خوبی به احترام به جوش میگذاریم، یگان جای مشکلی نیست. لیکن این حدیث هیچ دلالت به عذر بالجهل نمیکند. برای چی؟ برای که انمین حدیث متفق علیه به یک لفظ زیادتی وجود دارد. دیگر حدیث دلالت میکند که این مرد مسلمان وفات کرد لیکن گناه کرد. اینا لیکن بعضی حدیث میگیرند یؤمنون ببعض الكتاب و یکفرون ببعض. بعضی کتاب قرآن و سنت به ایمان میبرند، بعضی دیگرشو کفر میورزند، قبول ندارند. چه که امام احمد روایت میکنه از حسن و حسن البصری، ابن سیرین، از ابی هریره رضی الله عنه. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکمین دروغ اینه که مثلا یگان علما را قولش میگن نخوندیم. ما نگفتیم که اون مردک مشرکه، ما با میگیم اون مردک موحده مسلمانه و به توحید گذشتگی اما کفر شرک داشت. و کدام علم گفتگی اخرش میگه عبدالله بابتین و داره دانسته بگیریم. عبدالله بابتین 1282 هجری وفات کردگی ای. این شیخ ما خوب میشناسم، الله رحمت و مغفرتش کنه و دوست شما میدارم. اما ما گفتیم که شرط ما اینه که قولی سلف صالح بیاید، علما قدیما بیاید. تو چند در قدیم باشه اونقدر بهتره. اما ابن حزم 456 مردگی ای گفتیم، یعنی که 1000 سال پیش مردگی ای. بعد ابن حزم میاد با ابن تیمیه را قولش گوش کنیم با دقت.
ابن تیمیه سال 728 هجری وفات کرده، یعنی 800 سال پیش تقریبا وفات کرده. ابن تیمیه چی میگه در باره همین حدیثی که مقصد خوب گفته است؟ ابن تیمیه رحمه الله میگه فهذا الرجل، میگه کدام علم گفته گوش کنید، فهذا الرجل ابن تیمیه رحمه الله گفته در کتاب مجموع الفتاوا مجلد 11 صفحه 409 میگه فهذا الرجل ظن ان الله لا يقدر عليه. این مرد فکر کرد که الله دوباره را بر نمیگردونش. بعدا در پایینش میگه فظن انه لا يعيده اذا صار كذلك وكل واحد من انكار قدرة الله وانكار معاد الابدان وان تفرقت كفر. هر انسانی که فکر بکنه که بعدا یورو الله سبحانه و تعالی بر نمیگردونه دوباره به دنیا، یا اینکه الله سبحانه و تعالی امکان داره قدرت نداره، این عمل کفر میگه، عملش کفره. عملا ما میگیم شرکه، عمل کفره، در شک نمیکنیم. اما خود شما کفر نمیگیم، ابن تیمیه هم کفرش نمیگه، اما میگیم که اینو عذر داده میشن، عملش شرکه، عملش کفره، در شک نیست. چرا که ابن تیمیه رحمه الله داده میگه که کان معه ایمان بالله، ایمان به الله داشت، این مشرک اصلی نبود. بعدا چی میگه؟ بعد در که جو میگه عذر شدگی و بخشیدگی، گفت ابن تیمیه را گوش کنید قولش چی میگه. باز به غیر ابن تیمیه قول دیگر علما میخونه گوش کن. و میگه که فغفر الله له، الله سبحانه و تعالی بخشید او را. میگه نیکی میگه و کان بهذا ایمان مع ایمانه بالله و ایمانه بامره و خشیته منه جاهلا. ابن تیمیه رحمه الله میگه که جاهل بود، میگه انسان جاهل بود. میگه خب گپ روز نمیکنیم، گپ ابن القیم رحمه الله را میخونیم از یک براتون. ابن القیم در کتاب مدارج السالکین مجلد 1 صفحه 367 چی میگه رحمه الله؟ درباره همین حدیث گفت کی میگه؟ گوش کنین اکولی چی میگه. ابن القیم یک علمای قدیم 800 سال پیش در قرن 8 وفات کرده، میگه که و اما من جحد ذلك جهلا، اما کسی که باشه که همین چیزا میگه جهلونه، یعنی که نادانسته اگر انکار بکنه میگه قدرت الله سبحانه و تعالی را، او تأویل داشته باشه میگه یعذر فيه صاحبه، صاحبش عذر داده میشه. میگه به خاطر چه؟ به خاطر جهلش. میگه این آدم معین میگه عذر داده میشه، فلا یکفر صاحبه بی. خب داومش حتما میخونه بعد برای که گپ خوبه، داومش به حد خوبه. میکروفون من کمی معذرت خواهی میکنم که محکم کرده بودم که شده نشد، برای همین محکم نکردم، شده نمیشه. بالاخره باز اومدیم ابن تیمیه سخنی ابن تیمیه رحمه الله رو میخونه. دیگه پیش از این سخنی خندواری خیلی عجایبات میگه، این جوهلو نمیفهمم. میگه که شرط ما در بحث این بود که سخنی سلف صالح رو بگوییم، لیکن این میگه سخنی ابوالبطین رو. مگر ابن حزم سلف صالح بود؟ سلف صالح نمیدونه. ابن حزم 400 فلان وفات کرد میگه، مگر ابن حزم سلف صالح بود؟ ای جوهلو، ما گفتیم که وقتی که سلف صالح قرنشون به پایان رسید، بعد از این باقی مونده از علما همه قولشون به سلف گردانیده میشد. قبول است. سخن ابوالبطین و سخن ابن حزم از همدیگر هیچ فرق ندارد. ابوالبطین از ابن حزم 10 مراتب عقیدهشون بالاتر و افضلتر است در باب اسماء و صفات و غیره. هیچ وقت این جاهلی شرمندگی رو جهمی ها دیگر باره تکرار نکنید که شرط ما سلف صالح بود. میگه من سخن ابن حزم رو گفتم، مگر ابن حزم سلف صالح است؟ این شرمندگی رو من نمیدونم به کجا بریم. مگر من به شما سخن سلف صالح رو از امام شافعی نخوندم، از امام احمد ابن حنبل نخوندم؟ از اینجا من شرط رو آورده شدم تا به حال من از تو طلب میکنم که یک نفر سلف صالح رو بگو که حدیث ذات انوات رو و حدیث این مردی که فرزندش رو امر کرد که بسوزون گفته باشند که انا همین ها به کفر شرک واقع اکبر واقع شدن، صحابه ها مشرک شدن، پیامبر اونها رو گفتن که نه جهل است مسلمانه، یا این مرد مشرک کافر مرد و این رو الله به سبب جل بخشید نآوردی. تو سخن ابن تیمیه خوندوسی یکم سلف نیستن. دوم ابن تیمیه رحمه الله گفتن که این انسان مؤمن به الله بود، موحد بود، لیکن جاهل در یک قسمی مسئله صفت که جزء از قدرت از وفات کرد، الله بخشید گناهشه. یعنی یک مؤمن موحد به گناه کبیره وفات کرد. ابن تیمیه رحمه الله خودشون سخنشون رو ما یک کمی پیش بعد از سخن امام شافعی موردی و ابن جریر طبری خوندیم که ابن تیمیه گفتن که یک کس اگر مؤمن باشد و کفر اکبر رو کند این مشرک است، این کافر است. لیکن اینجا گفته است که این مسلمان بود، مؤمن بود، از این که کفر اکبر نکرد، شرک اکبر نکرد، اما گناهی بزرگ رو انجام داد که جزء از قدرت رو چیکار انکار کرد، وفات کرد. الله همین گناه کبیره رو بخشید. دلیل از کجا؟ ما گفتیم حسن بصری ابن سیرین از ابو هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله قال كان رجل
کان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط الا التوحید. یک مردی بودن پیش از یعنی قوم اسلام پیش از شما بوده ها، یعنی در امت گذشته یگان عملی خیر رو انجام نداد الا التوحید، یعنی اصل دین داشت. الا التوحید یعنی توحید اصل دین داشت، لیکن در واجبات در مستحبات خیلی گناههای بزرگ به دست داده بود. فلم احتضر قال لاهلی، زمانی که وقتی مرگش اومد قال لاهلی، به اهلش گفت که وقتی که من مردم مرا بسوزانید به غیر و غیره حتی یدعو کما ثم اطحنوه ثم ذروه الى اخر. ما جای حجت بیایم یا ابن آدم ما حملك على ما فعلت قال ای ربی من مخافتك. یعنی این آدم موحد وفات کرد. خاموش کن که همو شرطه تمام خاموش کن. خب برادرها گوش کنید. سبحان الله العظیم. الحمدلله که جهل بسیار آشکار شد. نگاه کنید این مسئله خطره. خب برادرها باید دقت گوش کنید چی مسئله خطره. این مسئله که این مردی که شک داشت در قدرت الله و اجماع اهل سنت و الجماعت عملش کفریه. چقدر که ابن حزم گفتیم، ابن تیمیه را گفتیم، ابن قیم رحمه الله را گفتیم، همه علما اجماع میکنن که عملش کفریه و شرکیه و ابن عبدالبر هم در این باره میگه. اما این میگه که مسئله واجبات است، این عمل شطاعت و کفر نگفته است. والله اگر عملش کفر نگه خودش کافر میشه همین انسان. همین رقم 3 اگر که خودی بگه انسان در قدرت الله شک میکنه، قدرت الله سبحانه و تعالی شک میکنه، خیلی که علما گفتن و بگه که انسان عملش کفر نیست خودش کافر میشه. همجا من خودش تکفیر میکنم و خودی که عمل شرکیه عمل کفریه. انسانی که در قدرت الله شک میکنه در توحید ربوبیت قدیر جوش دومی الله سبحانه و تعالی ان الله على كل شيء قدیر. الله سبحانه و تعالی به همه کار قدیره، به همه کار قدیره. زمین و آسمان تمام. حسین میگه خوب سلف صالح میگن من درباره ابن حزم کو سر من همین تجدید میکردم با خودی. من میدونم خوارجون نسبت علما چی میگن و جواب اونو چیه ان شاء الله. خوارجون جواب اینه که جوابی شکست خوارجون میدونین چیه؟ علمای با اهل سنت و جماعت. ابن حزم نگو که چی میگه من تو تمام نکنم ابن حزم کو هم خیلی تو دروغش بیان نکنم بعد دیگه قول نمیگذارم. ابن حزم نگو که چی میگه؟ ابن کثیر رحمه الله. ابن کثیر رحمه الله میگه که قرأ القرآن، یعنی که میگه قرآن خوند ابن حزم و اشتغل بالعلوم النافعه و علمهای به فایده آور مقصد گرفت بخش الشرعیه، علمهای دینی شرعیه و برز فيها به ظاهر گشته به زمانش مشهور شده بود. وفاق اهل زمانه، تمام اهلی که زمانش هستن میگه همش گذشت برفت میگه در علم. و صنف الكتب المشهوره يقال انه صنف 400 مجلد في قريب 1000 ورقه. میگه که ابن کثیر صاحب تفسیر میگه که ابن حزم میگه یک انسانی هسته که تمام اهل زبانش گذشتگی میگه و میگه که کتاب گفته شده که 400 مجلد 400 جز 400 مجلد کتاب نوشتگی میگه. این خوارجان نمیدونن. و دیگر یکی علماء اهل سنت و الجماعت خیلی که برای شما گفتیم ابن تیمیه رحمه الله به حد انصاف بود درباره ابن حزم میگه که امام زمانش بود میگه در مسئله ایمان ما در مسئله ایمان گفته استیم. ای جهولو ما در مسئله ایمان گفته استیم و امام ابن حزم ابن تیمیه میگه که ایمان بود. اما ما گفتیم که قبول داریم که در مسئله اسماء و صفات خطا کرده هست. ابن حزم تأویل میکنه بعضی چیزا رو خطا کرده من قبولش نمیکنم. لیکن علمی اهل سنت و الجماعت هست. ما نمیگیم جهمیه، ما نمیگیم اشعریه، ما نمیگیم متوجیه دیگه. جواب داره با شما. اولا برادر عزیزم زاپیس همینجا وجود دارد. جهمی ها رو دروغش بگیرید. همش اونجا حضور دارید 100 نفر قریب انسان ها. آیا من ابن حزم ظاهری رحمه الله رو جهمی گفتم؟ آیا من ابن حزم ظاهری رو اشعری متردی گفتم؟ ابن حزم ظاهری رو من رحمه الله میگم. من فقط گفتم که ابن حزم ظاهری خطاگی که در باب اسماء و صفات دارد از ابو بطین رحمه الله زیاد است. ابو بطین در باب عقیده مستحکمتر از ابن حزم هستند، اما در باب عموم علم البته ابن حزم علامه هستند عموما اگر نظر بکنید. ابن حزم رو ما رحمه الله میگیم. او خوارجایی که ابن حزم تکفیر کردند یا که اینو آن گپو رفت این به ما ربط ندارد. این گپ زیادتی است که از موضوع بیرون شدن چرور کردن است. من در کجای همینجا گفتم که ابن حزم رحمه الله رو جهمی مگر گفتم؟ این تهمتی بهتان است. لعنت الله علی الکاذبین. الله لعنت کنه دروغگویان که اگر دروغ گفته باشند.
اما مسئله دیگر ابن حزم یگان جای موضوع ما نیست. ابن حزم رحمه الله است، سخنش بیار من جوابش میتیم، یگان مشکل نداره. سخنی ابو بطین آوردم، ابن حزم آوردم، من فقط گفتم که ابن حزم ابو بطین، مگر من به تو سوال دادم که تو گفتی که شرط ما سلف صالح بود، من گفتم مگر ابن حزم سلف صالح است؟ تو گفتی که شرط ما سلف صالح بود، تو ابو بطین آوردی، آخر خودت ابن حزم میوری. ابن حزم رحمه الله مگر سلف است؟ آخر عقل گجا شد، شرمنده. از همین جد ما میگیم که مردی که وفات کرد موحد وفات کرد. خود ابن تیمیه سخنی که خودش خوند به عربی همین نگفت که همینجا خیانت کرده، نگفت که ابن تیمیه گفتن که این مرد مؤمن و مسلمان و موحد بود، از همین جهت که موحد بود اصل توحید رو داشت. خیلی که ما روایت امام احمد رو گفتیم که وقتی که این مرد وفات کرد اصل توحید رو داشت، یعنی کسی که اصل توحید رو دارد یعنی شرک ندارد. زیرا که ما قول منهج سلف رو از امام شافعی و ابن جریر طبری و غیره ذکر کردیم که سلف صالح گفتن که کسی که شرک دارد اصل توحیدش نیست. از این عبارت که این موحد وفات کرد اما گناه خیلی بزرگ داشت، این ایمان به قدرت الله داشت. این میگه که اینجا این انسان کافر شد کفر نگفت. این انسان، من میگم که عمل این انسان کفر بود، لیکن کفر اکبر نبود. این کفر اکبر نبود یا شرک اکبر ظاهر نبود. این یک مسئله خفی در یک باب یک صفت کفری هست که در این مسئله جهل داشتن عذر است. ما جهل را بالکل انکار نمیکنیم. جهل در مسائل اصول دین عذر نیست، در مسائل واجبات، در قسم الصفات، در مسائل خفی، در مسائل مستحبات عذر است. ولی این مسئله این انسان در جزء از صفت قدرت چیکارد؟ جاهل بود، اما قدرت الله را بالکل انکار نکرد. دلیل روایتی که مسلم روایت میکنند، این مرد گفت که و این الله یقدر علی ان یعذبنی، انا من الله قادر است که مرا عذاب بدهد. یعنی این انسان قدرت الله انکار نکرد بالکل. این انسان فقط از ترس الله گفت که الله من سخت عذاب میدهد، من سوزانید بادم به همون یک آب چاشت، شاید که به همین نابود شوم، الله مرا حتما عذاب میده. انا همین قدر است. تمام خاموش بستن کن. خب گوش کنین برادرها، زبان خود گفته سن که مثلا عمل ما میگه کفر نمیگیم. یک مشکل مورد کرده باشم که نسبت میتونم، اما من گفتم که بنتم میگم موحده، ما را گفتیم موحده میگیم و حدیث هم گفتیم که در سنن در مسند امام احمد بن حنبل روایت میشه که موحد گفت مردکه، ما میگیم موحده، اما ما گفتیم عمل شما گفتید. این میگه من عمل شما کفر اکبر نمیدونم، نمیجوز خودش کافر شید، والله خودش کافر شد. من برای که یکم بر تنبیه دادم، اقامه حجت کردم و گفتم که انسان شو آگاه باش، چون که عمل انسان کسی تکفیر عملش کسی تکفیر نمیکنه، خودش کافر میشه. چی با برای که انسانی که میگه کفر نداره در صفت باشه، صفت الله سبحانه و تعالی را انکار بکنه، جهل صفت عمل کفری است، کفری اکبر خفی است. اما این چیزی که عمل شما کفر اکبر نمیگم، میگه اجازه پس هست ان شاء الله ای برادران شاید موندگی باشه بعدا با گوش میکنین ان شاء الله میفهمین. ولی با میگرده ابن حزم هم طعنه زدگی بودن، اما در اینجا اومد که اهل سنت و جماعت وقتی برای بیان کرده شد برای خاموشی شدن، اوضاع خاموش شد، صم بکم عمیون، گنگان کاران اینو دیگه گپ نمیزنن. خب در این باره ابن حزم رحمه الله را بیان کردیم، مسئله گفتیم که اون انسان موحد بود، ایرا ما موحد میگیم، گفتیم ابن تیمیه هم گفت دیگه علما را میگن. انا کو کی میگه که عملش کفره؟ عملش به غیر ابن حزم کی میگه؟ ابن تیمیه در کتابی گفتیم مدارج السالکین اومدگی و ابن القیم گپ شد آخرش نخونیم سبحان الله وقت کوتاهی کرد. راجع من قول ابن القیم رحمه الله برای براتون ترجمه میکنم گوش کنید. ابن القیم رحمه الله میگه که همین انسان میگه جهل داشت و انسانی که میگن که همین انسان جهل داشته باشه، کتاب مدارج السالکین اومدگی مجلد 1 صفحه 367 میگه که با مثال ورسه با مانند کدام انسان میگه عملش کفریه، میگه عملش میگه کفریه، میگه که نیوکن اما صاحبش کافر نمیشه، فلا یکفر صاحبه یا که فلا یکفر صاحبه، اما صاحبش کافر نمیشه و به خاطر جهل داشتنش میگه حدیث الذي جحد قدرت الله، میگه حدیث رنگ انسانی که قدرت الله انکار کرد این عملش کفر اکبر. والله تو عمل تکفیر کفر اکبر ندونستی خودت کافر میشه، برای که انسانی که کفر در قدرت الله شک میکنه گفتی کفر اکبرش نمیدونم، گفتی در جا خودت کافر میشه. ولی با اسلام میکنی خطا، برای که لغزش زبانی خوردگی و که اصل اسلام کردی که اسلام میکنی. بعد ابن القیم رحمه الله میگه که و امر اهله، امر کرده اهلش که درش بتیان. ما برای چه عربی را نمیخونم برادرو، میدونین چی؟ والله برای اونی که من اشتباهی لفظی اشتباهی نحوی میکنم،
من برای که وقتم بسیاری بعد نرود در ترجمه. خب و امر اهله ان يحرقوه يحرقوه حرشا درسته و يذروه في الريح ومع هذا فقد غفر الله له. می کفرش داشته میشه، الله سبحانه و تعالی میگه که ببخشیدش میگه و رحم لجهله، رحمتش برای جهلش میگه، برای رحمتش برای جهلش. بله بفرمایید. اما بعد خوارج بودن خودش رو بعد از اینکه صحابه ها رو تکفیر کرد، بعد از اینکه اهل بدر ابی وقد لیثی رو تکفیر کرد، بالاخره این جهمی که مشرک ها رو رافضه و قبوری ها رو برادر میگه، به خاطر همین با ما بحث میکند، ما رو هم تکفیر کرد. میگه که کفر اکبر رو کفر اکبر نگفت. جاهل جهمی تو رو کفر اکبر میگی. من میگم که این کفر است، لیکن کفر اکبر نیست. برای چی؟ برای اینکه جهل در بعضی از صفت ها در بعضی از صفت ها یا در بعضی از جزئیات صفتی که از اصل دین نباشد، جزئیات اگر شود یا صفت هایی که از اصل دین است جزئیات باشد، جهل عذر است. بله این عملش کفر است، لیکن کفر اکبر نیست. این عملش در بعضی از صفات انسان جاهل ماند، این یک بار کفر اکبر کرد گفته نمی شود. و خود ابن تیمیه رحمه الله در این باب به جهمی ها رد زده، میگن که الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف ام لا؟ آیا جاهل شدن به یکی از صفات ها آیا کاملا به موصوف به الله جاهل شدن کفر میگه؟ علی القولین میگن دو قول است. و صحیح الذی علیه جمهور، صحیح که بر این جمهور علما هستند از سلف، لا استلزم الجهل بالموصوف، نه موصوف به جاهل نمیشد. بالاخره این مرد موحد بود، در یک از صفت الله، یکی از جزئیات صفت کامل صفت قدرت به ایمان داشت، زیرا که این گفت که مرا الله عذاب میدهد. گفت یعنی عذاب دادن این قدرت است یا نیست؟ بله عذاب الله دادن به ایمان داشت. لیکن یکی از مسئله به شک کرد که ابن تیمیه رحمه الله میگویند که این انسان از سبب سخت ترسیدن انا به همین حالت گرفتار شد که یکی از این قول علما هست که انسان در حالت سخت بارک الله فیکم خرسند شدن یا سخت ترسیدن در حالت مرگ بعضی سخنهای سبقت اللسان از زبانش میبرد. لیکن مرد موحد وفات کرد. بار دیگر میگیم کسی که موحد وفات کرد و در بعضی از جزئیات صفات اگر یک سخن کفری رو گفت یا تعویل کرد یا تحریف کرد یا جاهل موند، ما این رو کفر اکبر نمیگوییم. یک اکبر در یک صفت کفر اکبر و واقع شد کفر شد نمیگیم، بلکه در این مسئله علما گفتند که تعویل کرده باشد یا از جهل جزئیات صفات باشد گناه کبیره و کفر اصغر است. و بعضی از علما گفتند که اگر کامل صفت به اگر صفت اصلی دین نباشد کامل صفت باشد کفر اکبر است، لیکن جهل عذر است اگر صفت خفی باشد یا که صفتی که اصلی دین نباشد. این مسئله تفصیلات دارد گفتند. اما اینجا این انسان در صفت کاملا کافر نشد، جزئیات صفت به کمی شک کرد و شکش هم از سبب ترس بود. این کفر اکبر اصلا انجام نداد و صفتش رو گناه کبیره بعضی از علما گفتند و بعضی از علما به مانند ابن تیمیه گفتند که رحمه الله این از سبب ترس این عمل رو انجام داد. پس این حجت هم به ناقض شد، جهل عذر نیست. بله وقت بود چیته ببخشش. وقت رفته است، حساب بکنید، باید صحبت بکنید زود. بله یو میکروفون بعضی هم خیلی میشه. بله گشته برین با فرورین گشته وایس برین برای که میکروفون بعضی اینی منم همین خیلی میشد، بعضی هم خیلی میشد. بله میکروفون رو محکم کنم که شده نمیشد، بعد میفرویدم خیلی میشد. بله بسم الله الرحمن الرحیم. تماما میکروفون شده نشید، الله شاهد است. خب در مسئله اینه که برادرها گوش کنین و میگی اصلا فرق کردگی نیست. صفتی الله سبحانه و تعالی کسی یک صفتی الله سبحانه و تعالی را انکار میکنه کفری اکبر. اما انسان خودش چطوری که ابن تیمیه رحمه الله را قولش خون موصوف میگه. موصوف یعنی که انسانی که همون کارا میکنه یا کنین انسانی که همون کارا میکنه آیا ما او را خودش تکفیر میکنیم که وجود قول میگه گپ در شک نیست، اما عملش با اتفاق کفره. گوش کنین اكو قول ابن تیمیه رحمه الله را و من بسیار صحبت نمیکنم چون که یگان دلیل نیست، یگان قول حجت هم نمیبینم. ابن تیمیه رحمه الله را گوش کنین چی میگه. من اجماع را ذکر میکنم که همه با اتفاق علما کفره
و بعدا من این انسان که تکفیر میکنم به خاطر تکفیر نکردن عمل شرکی که است که در ربوبیت ای، یعنی انسانی که جهل بکنه، یعنی که صفات الله سبحانه و تعالی را بگه به همین طور قدرت انسان میگه که من کفر میکنم. بعد را میفهمه ولی توبه میکنه ان شاء الله اگر که منصف باشه. تیمیه رحمه الله میگه مجلد دیگم ده، مجلد سوم ده مجموع الفتاوى إلى بعربي شو بيخونوا كيش طبي بيو ونش طالب المتوستر بو مجلد سيم صحيفة 231 ابن تيمية رحمه الله ميجاكي فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرية ميجاكي این مرد میگه شک کرد به قدرت الله سبحانه و تعالی و در دوباره برای برگردوندنش الله سبحانه و تعالی که دوباره را زنده بکنه و بربخیزونش در او شک کرد، ولی اعتقد انه لا يعاد، بلکه میگه انسان اعتقاد کرد که دوباره بر نمیگرده. میگه و هذا كفر باتفاق المسلمين، كفر میگه به اتفاق علماء و اجماع میگه، لكن كان جاهلا، عملش کفری شک نیست اما خودش میگه ايش جاهل بود، كان جاهلا لا يعلم، نمیدونست، میگه لا يعلم ذلك وكان مؤمنا و مؤمن بود. میگه با خاطر چه مؤمنش بود؟ با خاطر اونی که جهل داشت. ما را میگیم که هر انسانی که در حقیقت جهل داشته باشه و اون انسان شرک اکبر، کفر اکبر، یعنی عملا را میکنه، قدرت الله سبحانه و تعالی شک میکنه، در بعضی چیزهای دیگر هستن که کفر اکبر شک میکنه یا که گونش میکنه، اون انسان هم میفهمونه اگر از باشه شجاعت اون انسان به شک شبهه کافر مشرک. اما ابن تیمیه رحمه الله میگه نمیدونست، میگه برای خاطر مؤمنش گفت يخاف الله ان يعاقبه فغفر له بذلك او فغفر له بذلك. ایشان تغری میگیره نائب المفعول میشوه، مبني للمجهول، ایشان تغری میشوه. مجلد سوم صفحه 231 اجماع علماء اهل سنت و جماعت قول ابو بوتین ابو بوتین 205 مورد که الله رحمت و مغفرتش بکنه علماء معاصره و در اینجا صحبت جنبه است میکنم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. چون که من برادرم در نظم 2 ساعت شد خواه من 2 ساعت بخش پرزیدنت که برای گپ زدن من 100 بار عذر میپرسم. من بسیار صحبت کردم، مردم نگن که فرار کرد، مردم چیکار، من بیان کردم. باز اگر با خواهش داشته باشم میبرم در کوچه انشالله صحبت میکنم. من در کوچه را بسم الله. از بحث رفتی فرار، حکم فرار میگیری، من صحبت میکنم. اگر توهیر یک کس براری و بعد از این باز من خاموش کنی، قسم به الله بار دیگر به همین مردم اثبات میکنی که شما کذابید. من تا همون خوابم نبود تا بامداد صحبت میکنم، من دلیل ها رو آوردم میگیرم، ما این جواب میتیم. انا کنون ببینید در حدیثی که انا همین روایت رو اولا این میگه که این خوارج جهمیه که دو نقضات رو در یک جا جمع کرده است مرا تکفیر کرده، میگه که عمل رو کفر نگفت، عمل رو کفر اکبر نگفت میگه. و سخن ابن تیمیه رو میخواد برادرها گوش دادین که میگوید که ابن تیمیه و علما این عمل کفر گفتن. به عقل جاهل ابن تیمیه کفر اکبر، کلمه اکبر اثبات همجا ذکر کردن یا فقط کفر گفتن؟ کفر مطلق آیا در ولایت به کفر اکبر میرود؟ یک بار من گفته استم که عمل این انسان کفر است، لیکن علما اختلاف کردند که آیا همین کفر اصغر است یا گناه کبیره است یا کفر اکبر است. و کفر بگوییم هم کفر را علمای کفر اصغر گفتند و علمای گفتند که در یک صفت کسی تعویل کرد، جاهل ماند، یا از سبب سبقت اللسان، خیر سبقت اللسان بالعموم، یا از سبب وقت مردن شدت موت گفت، جهل عذر است. یگان نفر از علما اونجا نگفتن کفر اکبر است، همشون گفتن که این عمل کفر است، لیکن انسان موحد وفات کرد. برای چی؟ برای اینکه این همان کفری اکبر نبود که انسان را کافر بکند، زیرا قدرت الله را اگر کسی کاملا انکار کند کافر میشد. کامل باید من قدرت الله به ایمان ندارم، لیکن این مرد گفته است که من قدرت الله به ایمان دارم. موحد و مؤمن بود. مؤمن یعنی چی؟ قدرت الله به ایمان داشته. به عقل جهلا گفت که الله من عذاب میدهد به سبب گناه ها و افراط هایی که از ترک واجبات کردم. کفر این کارش هم علما کفر گفتن، بعضی از علما، بسیاری از علما. بعد از این در حدیث ابن حبان در سیاش برقم 651 از حذیفه عن النبي صلی الله علیه و قال توفي رجل كان نباشا فقال لولده احرقوني ثم اسحقوني فذروني في الريح فسئل ما صنعت قال مخافتك. ما صنعت؟ الله میپرسد که برای چه این کار کردی؟ برای چه خودت سوزانیدن به امر کردی؟ این مرد جواب داد که
مخافتك یا ربی، یعنی این انسان از ترس الله یک اجتهادی خطا کرد، یک کفری که کفر اکبر نیست، یا که یک کفری که جهلش از سبب مسئله نازک بودن و خفی بودن عذر است. این انسان از ترس الله همین کار کرد. نگفت که الله وجود ندارد، نگفت که الله من زنده کرده نمیتواند، نگفت که الله من عذاب دادن نمیتواند به همین نابود میشم، نگفت نه، بلکه گفت که اگر همین کار کنم الله مرا ان شاء الله میبخشد. گفت الله هم بخشید. این حدیثی است. خب اما من لباسام پوشیدم مگرم که در بیرون قطعا صحبت میکنم که با گفته که اگر سبحان الله سبحانه و تعالی شهید خیر بلایی ما گوش میکنم ان شاء الله یزاب سورا در ما کتاب هیچ صحبت کرده اصلا اول دادن شهید چند وقت رفته است. هفته سما میدونم که من صحبت با جنباز کردم و در مورد جنباز صحبت کنم و خصوص سنت ساله با هم آمدن اینجا صحبت جنباز هست. من سوال همین که با همه جمله هر کسی که باشه، هر انسانی که در این زندگی انسان باشه، انسانی که مشکلی که آورده قول ابن حزم و قول ابن قیم ابن تیمیه مورا که انسان البته در اون حدیث هم شک میکنه، چون که انسانی که اگر شک نکنه وجه دقیقه، انسانی که اگر وجه دقیقه. خب انسانی که اگر گفتم که شک نکنه، سبحان الله من بگم بازم گوش کنین، انسانی که اگر شک نکنه میگه که میکاره بکن، اینا من الحمدلله تماما شک ندارم، نمیتونم بگم که من برم، کی میگه که من برم مرا دار بچین شو من عذاب نکشم. ای عذاب الله سبحانه و تعالی انسانی که فرو میکنه که عمو در دادن خاکستر شدن ای بین بروا، بعد انسان دیگر دوباره الله سبحانه و تعالی برای اورا خزوندن نمیتونه آرامی مرا دار بچین میگه. انا مو انسانی که جهل دوره نمیفهمه و در این اتفاق خیلی سنت و جماعت اجماع گفت ابن تیمیه را آوردیم اجماع گفتیم صحیفه‌اش هم ذکر کردیم دیگر این مسئله صحبت کردن زیاد بیهوده صحبت مفکر من معنی نداره. قول سلف صالح اجماع قرآن سنت این همین چیزا صحبت روز ان شاء الله، چون که من به کتاب تمام صحبت کردم هستم و شرایط ما قدر مهیا نیست ما در غربت اندرچیم و ان شاء الله صحبت میکنیم. من از پس در این موضوع بسیار صحبت میکنم این عزوجل. من خوارجا را بیان میکنم براتون، عقیده خوارجا را و عقیده بدی و رسوی اینا را و علما را ان شاء الله علما معاصر هم نسبت سلیمان الوان دروغ گفتگان، نسبت عبدالله غنیمان دروغ گفتگان، ابلهیشون را بیان میکنم ان شاء الله عزوجل و نسبت عبدالله ابروتین دروغ گفتگان، نسبت ابن تیمیه رحمه الله نسبت اینا دروغ گفتگان. محمد بن عبدالوهاب در شرک اکبر والله قسم به جهل میگم من روز میگم میگه که قسم به الله میگه اگر انسانی که محمد بن وهاب میگه اگر انسانی که میگه قبر را پرستش میکنه میگه ما اون را عینا تکفیر نمیکنیم، میگه دروغ میگه ما میگه ما در عموم ها تکفیر کردگی هستیم ما میگه ما تکفیر نمیکنیم، اما در عموم میگه در خاص مثلا شخص معین ما تکفیر نمیکنیم بدون اقامه حجت. ایده ابن تیمیه رحمه الله ذکر میکنه در کتابش اجماع میگه که عقیده اهل سنت و الجماعت همینه که میگه اجماع قطعی که بدون حجت تکفیر کردن نمیشه. والله من ان شاء الله براتون وعده میدم، الله مهربان شوید اگر جانم در بدنم باشه براتون وعده میدم که من با صفحه‌اش و با قولش و با همه چیزاش من ذکر میکنم تون براتون. الله ببخشه ما هر چیزی که اصلاح بخشید خاموش شو مثل خودت بخشید تمام بخشید خاموش شو. این فرار اهل بدعت است. خاموش شو وقت تمام شد خاموش. این فرار اهل بدعت است. در همین 3 دقیقه که وقتش بود غیر از سفسطه غیر از تهمت سلیمان الوان والله قسم به الله اینا دروغگویند. علما این تو گفتن اینا خوارجند. خوارج تو هستی که صحابه را تکفیر کردی، اهل بدر را تکفیر کردی. خوارج تو هستی که تمام اهل موحدین تکفیر کردی. به ادب جاهل تو هستی که میگویی که جاهلای که اینجا وجود دارند. ما ولی نگفتیم که جاهلای که اینجا وجود دارند. تو این جنگ انسان ها هم جاهل گفته است، خودت عالم گفته است. والله اعلم جاهل حقیقی مرکب خودت هستی که ابن حزم میگویی که شرط ما سلف صالح بود. من ابن حزم آوردم شرمنده طالب علم گوش کنند به حالت میخندند. ابن حزم اگر سلف صالح بود فراری تو هستی که موضوع در یک طرف ما سلیمان الوان گفته گشته است. سلیمان الوان مگر سلف است؟ کنی احمد ابن حنبل کنی علما شرمنده. انا که ما به تو میگوییم که قول علما رو چخیلی که ما حدیث رو حاضر از ابن حبان آوردیم که این مرد چی بود؟ در حالت موحد وفات کرده بود. اگر شما گویید که از لجنه بیار، از ابن باز بیار، از علمای معاصر بیار، همه علمای معاصر میگن که انسان موحد در حالت توحید وفات کرده بود.
و ابن تیمیه رحمه الله در همین جمله. این مرد مسلمان بود، یعنی اصل دین را داشت و بس از سبب ها گفتیم مرا هم تکفیر کرده به یگان حجت رفت. محمد بن عبدالوهاب میگن که هر کسی که یک موحد رو به خاطر دینش و توحیدش بد دیده تکفیر میکند در حقیقت مرتد است. و در جای دیگر میگن که در در رسانیه هر کسی که از نام مشرکین براید مجادله با موحدین کند و مشرکین دفاع کند و موحدین تکفیر کند مرتد کافر است. سبحان الله. انا که این منهج حقیقتی نو را بینید. این من حاضری چی ندارم. بعد از این پیش از این در خوندگیش در ضبط طالب علم ها و دیگر برادر گوش میکنید شکا میگه، زبان عربی شکا میگه. شکا الف وجود نداره، شرمنده شکا الف مد وجود ندارد. باید عربی را بخونید. در نزد من کتاب وجود ندارد، من در کوچه ام غریبم. ای وای، غریب باشی در کوچه باشی چرا با بس دعوت میکنی؟ غریب باشی صبر کن، بعد از یک ماه برو، بعد از 2 روز برو. گریه زوره بعد از بحث بر اومدن وجود نداره، فایده نداره. تو به موضوع برگرد، موضوع را دوام بده. و سلیمان دلوان اینا تو سوال به جواب ده که کدام نفر یک سلف صالح بیار یک نفر که واقدون لیسی و 1000 نفر دیگر صحابه گفته باشن که اینها شرک اکبر کرده مشرک شدن، پیامبر اینو به عذر جهل عذر دادن. بیار که یک نفر از علمای سلف نباشد هم متقدمین بیار برای تو جهمی اجازت متقدمین بیار که گفته باشن که همین مردی که منو سوزونید گفت همین مرد موحد وفات نکرد، مؤمن وفات نکرد، این مشرک وفات کرد لیکن الله بخشید گفته باشد. مرحمت حالا ما اثبات کردیم تمام. این با فکر مزاش نیست. شاید من هم قضا فکر میکنم علم داره، شاید مزاش نباشه در حقیقت. الله سبحانه و تعالی شفای کاملش بده. دا باشه سبحان الله. ما مردا که ما موحد میگیم، ما انسانی که در حدیث اومدگی اما عملش ما گفتیم کفر میگیم. میگه یک کس بیار کی گفته باشه که موحد نیست، ما میگیم ما موحد سبحان الله. من ده باشه گفته استم والله موحد میگه، اما من زمان اون یورا من ذکر نکردم. من گفتم که شما دروغ گفتگی نسبتشون، شما دروغ گفتگی که شیخ نمیتونن، بلکه ابن تیمیه رحمه الله، محمد بن عبدالوهاب اینا و ده باشید ابن حزم میگه برادر دو مستب گیرین ابن حزم یک علمای سلفی صالح من میگم براتون ان شاء الله. و این شک نیست ان شاء الله. بو خوارجو را قبول نمیکنه. البته ابن تیمیه هم یک علمای سلفی صالح سلفن. اونها امتی هستن که گذشتگیان، اونها امتی هستن از گذشتن. سلف چه هستن اینا نمیفهمن اصلا. سلف چه؟ مو قرون المفضله اگر بگیم او دیگر گپه. سلفی صالح در این شک نیست. اینا میترسن، والله میترسن. برای چی برادر؟ شافعی میگن شافعی برادر درست است. ولی بسیاری خطا میفهمن. شافعی رحمه الله درست است، اما اینو خطاش میفهمن. خود من براتون گپ شافعی رحمه الله را حفظ خود میخونم. گوش کنید شما که شافعی رحمه الله یا که شکا میگه کو دا باشید الف اسکو گرسه. والله برادر او در لغت عربی هست، اینو را نمیفهمن. اینو ولی در لغت عربی را میفهمن ان شاء الله. اینا بسیار چیزا هستن طالب علم اینا خصوصا میفهمن. این اشکال نداره ان شاء الله. امام شافعی رحمه الله اجماع اهل سنت و الجماعت است و عقیده جمهور اهل سنت و الجماعت است که سال 204 هجری وفات کرده شافعی رحمه الله. در مسئله شخصی معین میگه رحمه الله، میگه که خب لو كان الجهل عذرا، اگر که ما بگیم که جهل عذر هست، این گپکو هم برای خوارج و ردیه هم برای مرجئه صدام نیست. وقت تمام شد یا صداش نیست شد. عبدالحق پایان شاید برادر، پایان شاید بس ادامه بود. کسی دیگر نبراید که اینو بهانه گفته شدن فرور بود. خب عذر زیاد من نمیدونم چه وقت ادامه من گم شد. المهم که شافعی رحمه الله درباره شخص معین بود ما گفتم. ما شخص معین اگه بسیم شافعی رحمه الله میدونین چی میگه؟ میگه که این انسان کافر گفته میشه. ها جهل اگر ما بگیم مطلقاً عذر میگه در این حالت جهل ایرنده بکنیم. لا حول ولا قوة الا بالله. صدای من نیست؟ انا برو مداد اساس من نمیدونم والله من نمیدونم چی به اینترنت من خیلی میگه که شافعی رحمه الله اگر که ما بگیم که جهل عذر هست، میگه جهل از علم ده بهتره. میگه اما جهل عذر نیست، یعنی که مقصدش مراد چمیه که جهل عذر نیست. نه که میگه انسان تکفیر کردن میشه. میگه بعد از دو چیز
بعد التبلیغ و تمکین، بعد اونی که بلوغ حجه برای انسان میرسه و تمکینی که امکان داشته باشه، انسانی هسته که با او رسیدگی نیست که امکان داره نمیکنه طلب علم، این انسان مشرک شرک اکبر میکنه، عذر نداره تماما، به خاطر که خودش رو گردوندگی است. شغلی که علما در بیان میکنه جهل اعراض داره، شغلی که در سوره کهف اومدگی است و من اظلم ممن ذکر بیاات ربه، کیه که ظالم‌تر با ارادان حدا دامش میآید، کیه که ظالم‌تر از اون انسانی که با آیات‌های الله سبحانه و تعالی تلاوت کرده میشه و بالای او رو میگردونه. خب اون قدر است. سبحان الله. بالاخره از موضوع بیرون است. رفت که به سخن امام شافعی که اولش گفت اووز هست نیست برآمد رفت، نگفت سخن امام شافعی رو نگفت، ولی کفر است نیست چی گفتن این موضوع معلوم نیست. یک پو در هوا این طرف اون طرف فراری حجت بیار، گپ زیاد نکن. سلف صالحی که من سوال دادم، یک نفر از سلف صالح تو نمی پالی خودت دلیل بیار، کتاب و صفحه کتی که ابی واقد لیسی 1000 صفحه صحابه را گفته باشن که اینها مشرک شدند، پیامبر لیکن جهل عذر گفته مسلمان گفت. این مرد گفتگی باشد که حدیث متفق علیه و غیره این موحد و مؤمن وفات نکرد و مشرک، این میگه که بله ما این موحد وفات کرد میگیم، اگر موحد وفات کرد بگویی جهل عذر آوردن چی لازم است؟ ما درباره چی گفته شدیم؟ ما گفته شدیم که شرک اکبر کفر اکبر عذر است. تو میگویی که این مرد کفر اکبر شرک اکبر نکرده وفات کرده باشد، موحد وفات کرده باشد، چی لازم است مثلا آوردن؟ این تناقضات کودک بازی تا میری در بین دیگران میکنی. بالاخره با همین جهل انا کنون سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را درباره ان همین حدیثی که جهمی میآورد و میگوید که این آدم کافر بود، قدرت الله به ایمان نآورد، مشرک بود، یک نفر عالم آورده نتوست که سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه میآورد. ابن تیمیه رحمه الله میگه که فی هذا، یعنی در همین قصه، انه اقره، ان من مرد اقرار کرد، و انه ولم يذكر شيئا لما ذكر الخبر فدل على ان الجهل ببعض دقائق الأمور في العقيدة التي قد يخفى مثلها فيما يتعلق ببعض الصفات، مثل هذا الشيء الدقيق قد يغفر لصاحبه بسبب الجهل، بسبب جهله. در بعض حالات جهل در مسائل دقائق الأمور، دقیق در مسائل نازک، دقیق در عقیده خفی، قد یخفى مثلها، همون مسئله هایی که پنهان میماند، اصل دین نیست، فيما يتعلق ببعض الصفات، همون مسائلی که به بعض از صفات تعلق دارد، مثل انمین حادثه این مرد میگد، مثل هذا الشيء الدقیق میگد، بله بخشیده میشود به صاحبش به سبب جهل، برای که این اصل دین نیست، این کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر نیست، این مسئله خفی هست و این مسئله ظاهر هم نیست. نقطه بحث ما کفر اکبر شرک اکبر ظاهر بود. فانه جهل کمال القدرت، فانه جهل، این جهل به کمال قدرت بود گفتند، خفی علیه کمال قدرتی، کمال القدرت، به همین مرد پنهان ماند کمال قدرت الله، نه تمام قدرت الله. یعنی ابن تیمیه گفته شدن که این مرد ایمان به 99% قدرت الله ایمان داشت، اما 1% به همین کمتر شک یا که از سبب ترس در پیش از مرگش همین خیلی گفت کمال قدرت، خفی علی کمال قدرت، و ظن انه باحراقه و سحقه و ضره في البحر والبحر في يوم عاصف انه يفوت على الله في هذا وانه يذهب ولا يبقى له اثر ولا عين. انا ببینم این فکر کرد فقط و بخشیده شد. وقت بخشش تمام بکنم که دیگه با فکر میکنم که ابن تیمیه رحمه الله را صحبت چند دروغ شده است، در اینجا که ابن تیمیه را دروغ گفته در حق اینا را دروغ گفته است. دروغ میدونین چی کار دارم؟ دروغ اینه که گفته ابن تیمیه رحمه الله حق است، جمعو مليون گفته است انسان مؤمن موحد، اما عملش خیلی که ابن تیمیه رحمه الله گفت کفری گفته است، یا کفر گفته است، کفری اکبر میگه، این نفهمیدگی نیست که کفری اکبر هم دو نمود میتونه، کفری اکبر هم دو نمود میتونه، کفری ظاهر، کفری اکبری ظاهر و کفری اکبری خفی. این فکر کرده است که کفری اکبر که شد تمام ظاهر میشود، نه، کفری اکبری هست که خفی است. یک مثالش این همین مثال است، یک مثالش این همین مثالی که همین مرد کردگی هم گفتیم خفی است، یعنی که در این مثال اینها موندگی نمیدونه، نفهمیده استش، نمیدونش، و خاطر هر کس فهمیده نمیکنه، برای نمی خاطره، اما کفر اکبر است، اما در این شک نیست.
فقط مرجئه و شک میکنن که اونا کسی که شک میکنه که در قدرت الله سبحانه و تعالی و همین عمل کو کسی انسانی که شک میکنه تو عمل کفر نگفتی خود کافر میشه بخاطر که تو انسانی را که در قدرت الله سبحانه و تعالی شک کرده عملش کفر ندونستی شک در قدرت الله سبحانه و تعالی کفر اکبره کفر اکبره و خفیه این خما حجت هم در قرآن. خب امام شافعی رحمه الله را میگه 10 ورشید قول کنه. خب قول امام شافعی رحمه الله را میکنم که فکر میکنم که صحبت بوده و به معنی رفته است برای که ضبط اگر کسی داشته باشه خواهش برادرانه که برای من ابو پرتوا برای که اگه بریده نشوه خواهش میکنم بریده نشوه. شافعی رحمه الله میگه که قولش به عربی میخونم لو عذر الجاهل لاجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه وقلبه بوميقوم دروش مكشم من دروب التعنيف فلا حجة للعبد في جهله بالحكم. يعني كي امام شافعي رحمه الله علماء سلف اینا مثلا چی میگه؟ میگه که جهل حجت نیست دیگه عذر نیست میگه بعد از دیگه ما فقط تکرار میکنیم بعد از دو چیز دیگه جهل عذر شده نمیتونه تبلیغ رسیده باشش حجت یا اینکه تمکین امکان داشته باشه که همون انسان طلب علم بکنه. اگر که همین دو چیز در انسان وجود نداشته باشه بیچاره امکان نداشت رسیدگیش نیست این انسان عذر داده میشود. اما یک تاش رسیده باشه برای انسان عذر داده نمیشه. ما میگیم که اکبر میکنه و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من صحبت جان باز میکنم من در بدونم منوتون بخدا الله مهربونی قبولتون بشه برادر. بسم الله. وقتی من از توهیر من گفتم که یگون کسی نمیبروری همه را خاموش میکنی مردک بری میستی چه خیلی که بودی تمام همه را خاموش کن شریکای مرم دیگر هم همینجا میستیم تو بومدو کسی که بیدار است تو پگه بیگوها نماز خونده اومدم میگیریم کسی که بیاد میبینه بیاد تو من بیهوش غلطیدن اگر خواهم ضبط کنیم برادر عزیزم دوامش میریم ما دوامش میریم این جهمی ها گپ زدن ندارد همین گپ ببینید از موضوع بیرون است 3 دقیقه وقت خودشم 3 دقیقه وقت از موضوع بیرون میشه. بعد از این میگه که شک به دلیل هست تو طالب علم میفهمن لهو میگم دلیل است دلیل کنی آخر بگو کدوم کتاب است صفحه کتاب بگو. اینا فقط میگه که قسم به الله هست. سبحان الله این قسم به الله هست مگر حجت است؟ در بحث قسم به الله مگر حجت است؟ سپورت دیدین استادت رو چقدر جاهل است. سخنهای ابن تیمیه رو میگه که بعد از این میگه که این کفر رو کفر نگفت برای همین کفر میگم گفت کفر گفت بلا کرای خوارج رفت. من از اولی امر گفته شدم که حدیث متفق علیه که امام بخاری و مسلم روایت میکنن که مرد گفت که یک مرد موحد مسلمان گناهی زیاد کرده بود خیلی گناههای زیاد کرده بود اما کفر اکبر شرک اکبر به نرفته بود مثلا شاید از گناههای کبیره باشه. پیش از مرگ از ترسش گفت که اگر گفت که مرا الله زنده کنه مرا الله سخت عذاب میده برای من گفت مرا سوزونید شاید الله سبحانه و تعالی به همین وابسته مرا چی کند ببخشد. حدیث ابن حبان صحیح رو به شما قرائت کردیم کمی پیش کی در روز قیامت الله ببینیم الله اون جسمش پیش از روز قیامت بله این جسمش جمع کرد و گفت ای مرد تو چرا امر کردی که سوزانیده شوی؟ مرد گفت که برای اون که میدونم که من گناهگارم با خاطر ترس تو کردم. نگفت که من تو به ایمان قدرت نداشتم نه ایمان به قدرت تو دارم لیکن به خاطر ترس تو اینقدر از تو ترسم که همین کار کردم. کاری مخالف است کفر است لیکن مخالف است لیکن کردم. الله بخشید همین گناه بزرگشه همین کفرشه همین کفره الله بخشید برای اون که کفر خفی بود. این میگه که کفر اکبری ظاهر است و کفر اکبری خفی است. من چرا در اولین موضوع گفتم که برادرهای عزیزم سخت دقت بدید. من پیش از بحث گفتم که بحثند نقطه بحث مباد نقطه ظاهری درباره سلیمان الوان بحث میکنیم درباره شرک ظاهر یا خفی یک تمو میگیریم یک تا. بعد از این من بیان کردم که صحبت ما درباره شرک اکبر و کفر اکبری ظاهر میرد و ما فقط انا همین که جهل عذر نمیگیم دیگه جواب جهل عذر میگیم.
ما نمیگویم مثل خوارجا که جهل اصلا عذر نیست. نه، ما میگویم که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر عذر نیست، اما در مسائل خفی، در کفر خفی یا که در دیگر مسائلی که نازک است و جزئیات است و فرو است، جهل عذر است. انا کنون این میگه که کفر اکبر ظاهر است و خفی است. بله، حجتی که تو آورده استوده ای حدیث متفق علیه به موضوع ما دلالت نمیکند. موضوع ما درباره کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر است. چیزی که تو جهمی جوهری تکفیری خوارج آوردی در مسئله کفر خفی هست. بعض از علما این کفر اکبری خفی گفتن، بعض از علما گفتن که این کفر نمیگویم به خاطر اینکه این سبقت اللسان شد، یعنی این نفهمیده از ترس عذاب مرگ همین گپ گفت. یعنی این خیلی ورسیه هم وجود دارد. از این میبارد که این تکفیر خوارج حاضر یک چند علما را تکفیر کرد. مثلا ابن تیمیه رحمه الله میگن که انا همین مرد تکفیر نکرد از سبب اینکه چی گفت؟ از سبب سخت، از سبب سخت ترسیدن مرگ نزدیک شد، از ترس همین گپ گفته موند. چخیله که یک مرد شطورش گم شد و گشته پیدا شد، از سبب خورسندی گفت که ای الله انت عبدی و انا ربک، تو بنده ای من هستی من ربت هستم. لیکن به قلبش دیگر چیز داشت، قصد نداشت. این مرد هم میگه قصد نداشت، این کفر اصلا نکرد. میگه این خوارج حاضر میگه که از این مراد که کسی که این عمل کفر نکرد کافر است. میگه یک چند علما را تکفیر کرد، ابن تیمیه را هم تکفیر کرد. حالا که نقطه بحث ما کفر اکبر ظاهر است. پس این انسان حالی اصل دین نمیداند. این مسئله که این مرد به همین مسئله عذاب باید میکشید لیکن الله بخشید، به اصل دین ربط ندارد. این مسئله به مسائل خفی، به مسائل خفی جزئیات ربط دارد. ما سخن ابن تیمیه رو به شما به قدرای اعظم خوندیم یا نخوندیم؟ بله. من اولی سخن سلف آوردن سر نکردم، این گریخت و رفت. اکنون ما میگیم که بیاید منهج اهل سنت و الجماعه را شما خود دقت بدید. منهج اهل سنت و الجماعه همین است که الاسلام و الشرك، علما میگن من الاصول السلفيه المبنيه على الادله الشرعيه في ضوء القواعد الاصوليه، از اصول سلفیه که مبنی بر دلیل شرعی هست در ضوء قواعد اصولی هست. این قاعده سلفی سلف صالح هست، منهج اهل سنت است که سلف صالح گفتن که الاسلام و الشرك لا يجتمعان في محل، كذلك الكفر والإيمان المعتبر لا يجتمعان في شخص. اسلام و شرک هرگز در یک انسان در یک حالت هر دوش جمع نمی شود. علمای نجد گفتن که الشرک التوحید و الشرک الاسلام و الشرک نقیضان لا یجتمعان. اسلام و شرک دو چیز نقیض است، ضد هم است، هرگز در یک جا جمع نمی شود. به مانند شب و روز است، یا شب می آید یا روز می آید، یا شب است و یا روز است، جمع کرده نمی توانی. شرک اگر بیاید شرک اکبر ظاهر را گفته شده، کفر اکبر ظاهر را من در اول مثال ها را آوردم. دشنام دادن الله، دشنام دادن رسول الله، استهزاء، قرآن تحقیر کردن، الله تحقیر کردن، اینا کفر هستند. مراجعت به محکمه طاغوت، طواف به قبور، طلب دعا از غیر الله، استغاثه و غیره، اینها همین شرک اکبر ظاهر است. انا کنون اگر انمی شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر و غیر از این دیگر ظاهر کفر اکبر شرک اکبر ظاهر کند، جهل عذر نیست، نام میگیرد مشرک است، اما خون مالش حرام است، هیچ کس کشتن به حق ندارد. خون مالش در نزد قاضی است. جهنمی هم نمیگوید اگر جاهل باشد، برای آنکه الله میگوید که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما یگان نفر آدم جاهل رو عذاب نمیدیم. اما در این دنیا حکم ظاهر است. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه میگن که مات النبی صلی الله علیه و پیامبر وفات کردند، نحن نحكم بالظواهر، ما باشیم به ظاهر مردم حکم میکنیم. فان ظهر لنا الاسلام امناه، اگر یک انسان به ما اسلام ظاهر کند امان میدهیم، اگر به ما کفر شرک و ردت به ما نشون دهد مشرک کفر است. برای همین بعد از وفات پیامبر یک عده که در زمان پیامبر مسلمان شده بودند، مسلمان بودند لیکن کفر ظاهر کردند، زکات نمیدین گفتند. صحابگان جهل عذر نگفتند که همینجا کمپیر بود،
همینجا زنا بود، تعویل بود، تقلید بود، مردم فریب داده بودن. اینترنت نیست، کتاب نیست، زنهای پیرکی، کودک‌ها همیشه به قومش تکفیر کرد. یک تا مسیلمه کذاب خودش پیامبر گفت، 2-3 نفر شاهدی داد، مردم فریب دادن، زنهای هم مرد نیستی. سپورت نجس چی بود دید کرد؟ سپورت بدین چی بود دید کرد؟ سپورت قاتل چی بود دید کرد؟ ها زندیق دین فروش استاد جهمی لعنتی گفت که این شرک اکبری خفی است. ظاهر شنیدی؟ در اول گپ در این بود که گپ درباره شرک اکبری ظاهر می رود، کفر اکبری ظاهر، اما دلیلی همون مرد سوزانده آورد و در آخر گفت که وقتی که استاد اصرار بکردن که در اینجا ابن تیمیه رحمه الله کفر گفته استادن و این گفت که این جهمی گفت که غیرت جهمی گفت که در اینجا بله کفر اکبری خفی است. الله اکبر. این دلیلت قبول نیست اگر نه، برای اینکه گپ درباره چی رفته استاده بود؟ کفر درباره دلیل باید میورد و کفر اکبری ظاهر چی شد؟ جهمی ها شرمنده ها بگه توبه کرده، حق بگه نکن، زابست در